سلام، خوش اومدین. امروز قراره که خانم دکتر کشمیزجانی در مورد آغاز کیهان صحبت کنن. مشعل دانش رو پیش می‌گیرم. تکنیکلی احتمالاً از نسل ما باید به نسل جوان‌تر مشعل داده بشه. ما که یکم دیر شروع کردیم، منم خیلی اسلاید گذاشتم، اما هدفم اینه که بیشتر یه دونه گفتگویی داشته باشیم و همین هیچ اصلا تا هر جایی که پیش بریم و سازنده باشه حرف میزنیم با هم دیگه. لازم نیست که من تا آخر همه اسلایدها رو برم و صحبت کنیم و یه مقداری هم احتمالاً این موضوع بر کسایی که سخنرانی نیاش اومدن تکراری هست، ولی خب بالاخره وقتی که یه سخنرانی راجع به کیهان شناسی می‌کنیم مجبوریم دوباره یه مقداری از اون پایه ها رو برای همه بگیم تا یه تصویر کلی داشته باشیم که راجع به چی حرف می‌زنیم. یک برای کسایی که اینجا هستن احتمالاً این ساختمون خیلی ناآشنا نیست. این ساختمون پریمیتره که من توش کار میکنم کنار پارک واترلو و قبلا داشتیم یه سوالی میکردیم کسایی که نمیدونن وقتی که ما اومدیم فقط اینقدر از ساختمون ساخته بود، یعنی وجود داشت، ولی چون که تعداد زیاد شده چی؟ این طرفش بود و خب جمعیت زیاد شد و بیشتر محققا و پژوهشگرا اومدن و کسایی که کار ترویج علم میکنن. حالا خلاصه این مقدار هم بهش اضافه شده و یکم هم حالا من شاید تبلیغی بکنم به خاطر اینکه هدف این سخنرانی‌های مقداری هم ترویج علم هست تا یه حدی. اینکه ایده این مرکز فیزیک نظری هست و از اهدافش هم خب اینه که علوم پایه‌ای و فیزیک نظری رو توش کار بکنن پژوهشگرا و در این حال ترویج علم داره و تربیت نسل آینده فیزیکدانا. ولی چیزی که به نظرم خیلی جای تأمل داره و خوبه اینه که یک آدمی مایک لازاردیس که کسی بود که یک از بنیانگذاران تلفن‌های هوشمند بودش، اولین سری نسل تلفن‌های هوشمند، که مقدار قابل توجهی از ثروتش رو تقدیم کرد و با همکاری دولت استانی و دولت فدرال همه اینقدر دونستن که پولی بذارن که سرمایه گذاری کنن روی سازمان غیر انتفاعی که هیچ نفع مالی نداره برای اینکه یه علوم پایه کار بکنیم. خلاصه به نظرم خوبه به خاطر اینکه توی الان عصری هستیم که میلیاردرها و اینا پولشون رو خیلی وقتا برعکس علیه علم استفاده میکنن. خوب خلاصه فکر رو تأمل داره. خب حالا بریم سراغ این که اصلا من چی کار میکنم روزا وقتی سر کار میرم. یه بخش زیادی از کار من به پژوهش ارتباط داره که خب برای همین اینجا وایسادم با شما حرف بزنم. نه به من میگن یک جوره من یک کیهانشناس نظری هستم. حالا کیهانشناس یعنی چی؟ معمولا توی فیزیک خب هدف ما اینه که طبیعت رو بتونیم یه توصیف سازگاری ازش داشته باشیم و ابزار ما یه مقدار زیادی ریاضی و یه مقدار زیادیش اون چیزی که از طبیعت به ما میده. و توی کیهانشناسی این علمیه که اون چیزی که طبیعت به ما میده در واقع کل جهانه، تاریخچه جهانه و دیتاهای کیهانشناسی که در فیزیکیه که ما استفاده میکنیم و ابزار ریاضیاتمون رو مقدار قوانین پایه‌ای هستش که در طول سالیان توی فیزیک ساخته شده و همچنان داره پیشرفت میکنه و روش کار میشه و اینکه ما بتونیم یه جوری اینا رو به هم سازگار کنیم که این توصیف مناسبی بده، پیش بینی بده که داده رو توضیح بده و برعکسش داده‌ای که میاد ما با قوانین طبیعت بخونه. حالا و من نقش این وسط رو دارم، یه جوری بین اون چیزایی که می‌بینیم و مشاهداتمون و اون ابزاری که توی فیزیک خیلی مجرد انجام میشه. این نقاشی خودت کشیدی؟ بله، این نقاشی مال 20 سال پیشه. همونطور که می‌بینید تلفن‌ها موقع سیم داشت خیلی هاشون دیگه سیم نداره. فکر کنم موهات اونجا ادامه‌ش اینا سیم تلفن
من بعد بتونیم با همین دو گروه صحبت بکنیم. دیگه اینکه الان دیگه کسی اینجوری با تلسکوپ اینجوری دیتا جمع نمیکنه، اما انقدر حجم دیتا زیاده که خیلی وقتا هستن حتی نمیتونی از راه دیجیتال منتقلش بکنی. دیتاهای جدیدی که میاد از بعضی از این تلسکوپ‌ها اینا رو ضبط میشه، همونجا اتوماتیک خیلیاش پروسس میشه، اون چیزایی که به درد نمیخوره میره کنار و بعد میذارن توی هارد درایو و با هواپیما میبرن به جای دیگه سریعتر میرسه تا اینکه بخوای از راه دیگه سیم و وای فای چیزای دیگه منتقلش کنی، چون خیلی زیاده. و همینطور از اونجا هم خیلی ابزارهای زیادی به وجود اومده و خلاصه خیلی وقتا اینم توی آفیس خودش نشسته اینا داره انجام میشه. دیتا تلسکوپ خودش خیلی اتوماتیکی اصلا تو فضا داره انجام میشه. این تلفن نقشش چیه؟ تلفن نقشش اینه که من باید با هر دو گروه ارتباط داشته باشم، با کسایی که دیتا میگیرن و برای ما میارن مشاهده میکنن، دیتا رو میفرستن، و با کسایی که فیزیک خیلی پایه‌ای انجام میدن که ما بتونیم دوتا رو به هم منطبق کنیم. و نقش در واقع اینه که ما باید حتما بین دو رشته، ما جایی وسط بین دو رشته هستیم که بتونیم اینا رو به هم وصل کنیم. روی اون کاغذ چی نوشته؟ حالا میرسیم بهش. این تصویری که من کشیدم یکیش مدل فریدمنه، اینم فکر میکنم اکشن کنش گرانشه، اینم تابش زمینه کیهانی که هدف من اینه که آخر تاک راجع به صحبت کنیم. و چیزی که میخوام بگم پیشرفتیه که ما چطوری مشاهدات کیهانی رو انجام میدیم. آنچنان در 20 سال گذشته ما پیشرفت کردیم در گرفتن داده های اخترفیزیکی از فضا که توی امواج الکترومغناطیسی توی طول موجای خیلی متفاوت تلسکوپ هست، ماهواره هست و دیتا از گامارای جمع میشه تا طیف اپتیکی تا مادون قرمز و همینطور رادیویی و انواع اقسام آزمایش‌هایی هستن که اینا رو انجام میدن. و حالا امواج الکترومغناطیسی یه بخشی از داده هاست. یه بخش خیلی هیجان انگیزتری دیگه که به وجود اومده تو 10 سال اخیر یه نوع امواج دیگه‌ای هست، امواج گرانشی هستن. یعنی الکترومغناطیس اون میدان الکترومغناطیسی یه موجی منتقل میکنه مثل نوری که ما میبینیم اینجا، ولی اینا که اگه امیدوارم باز قراره راجع به صحبت کنم، اینا امواجی هستن که فضا و زمان و خمیدگی فضا و زمان رو منتقل میکنن و برای اینکه چنین امواجی هم ساطع بشه خیلی پدیده هایی میخوان که خیلی از لحاظ گرانشی قوی باشن. حالا بعضی از اینا غیر مستقیم مشاهدهشون میکنیم، مثلا پالسار تایمی، یعنی یه ستاره‌های دوتایی پالسار که وقتی مثل ساعت خیلی دقیق کار میکنه ولی وقتی موج به سمت ما میرسه اگه از یه موج گرانی از گرانشی رد بشه جلوشون، اینا ممکنه که طول پریودشون ما متفاوت ببینیم، از اون میفهمیم که موج گرانشی رد شده. ولی اونی که خیلی فعلا هیجان روش هست این تداخل سنجایی هستن که روی زمینن و هر بازویشون چند کیلومتره و میتونن با دقت کوانتومی این وقتی که موج گرانشی رد میشه بتونن اندازه گیری کنن و به ما بگن و اینا معمولا از سیاه‌چاله‌های ستاره‌ای که دو تا مثلا جرمشون 30-40 برابر خورشیده ولی سیاه‌چاله شدن و در حال اینا که به هم دیگه برسن، اینا میتونن همچین نیروی داشته باشن، چنین موجی بدن فضا زمان رو تکون بدن و ما موجش رو توی زمین مشاهده کنیم. ببخشید اسم این دستگاه گفتین چیه؟ چی؟ بهشون میگن چیزش اکرونیمش هست، یکیشون لایگوه که حالا یه عکس دیگه دارم می‌خواستم بهتون نشون بدم. این لایگو کلابوریشنه که لایگو لیزر اینترافرامتر گراویتیشنال ابزرویشن و یکی دیگه هم توی اروپا هست بهش میگن ویرگو که نمیدونم بیش واسه چیه، ولی مثلا این یه تداخل سنج این طرف آمریکاست توی ایالت واشنگتن، یکی تو لوئیزیانا و اینه با یه چنین چیزی با دقت بسیار بسیار اصلا الان دارم فکر کنم مثل شعاع پروتون فکر کنم یه همچین چیزی دقتی اندازه گیری میکنن چطور
یه موجی رد میشه و یکی توی اروپا هست، یکی دیگه توی ژاپن دارن میسازن، توی هند میسازن و اینا میتونن به خاطر اینکه فاصلهشون، اگه بخواین یه چیزی رو نگاه کنیم معمولا باید از چند منطقه نگاه کنیم، مثل چشم که مثلا من خب اینم کجاست یه چیزی با یه چشم نمیتونم خیلی خوب تشخیص بدم فاصله و در چه زاویه‌ای. چند تا از اینا اگه باشه میتونیم جای اون اتفاق رو تشخیص بدیم. خلاصه و نسل بعدیشون مثلا یکی دیگه هست که لیساست که هدف اینه که همچین کاری رو توی فضا انجام بدیم با فاصله خیلی بیشتر و امیدواریم که این الان انجام بشه. ولی خیلی آزمایش‌های دیگه که گفتم مثلا توی الکترومغناطیسم، این آزمایش چایم رادیویی که کاناداییه، توی بریتیش کلمبیاست، یک عالمه آنتن رادیویی هست، اینا یک سری سیگنال‌های بهش میگن فست رادیو برست رو اندازه میگیرن که نمیدونیم حتی از کجا آمدن، توی قطب جنوب، توی چیلی و توی فضا بازوبار کیهان شدن و انواع اقسام توی آفریقا اسکیه. و خلاصه یک دوره‌ای هستیم، یه عصر طلایی هستیم که به نظر من خیلی هیجان انگیزه که داریم همچین مشاهده‌ای انجام میدیم و خب حیفه که آدم بهشون کار نکنه وقتی میتونه دسترسی داره به طبیعت، داره بهش چیزایی میگیره از فضا. خب حالا اول بگم، حالا من گفتم پروندم کلمه‌ها این چیزا رو اندازه میدیم، اما یه پرسپکتیوی بدم که وقتی میگم مشاهده برای من چه انجام میشه. چون خیلی وقتا یکی آدم میپرسه که وقتی من میگم کیهان شناسی کار میکنم مثلا میگن مثلا راجع به ستاره های داخل ستاره ها چقدر میدونی؟ من خیلی نمیدونم. کار من خیلی متفاوته. برای همین یه تصویری میدم که وقتی میگم روی کیهان کار میکنم تو چه مقیاسی منظورم هست و داریم کار میکنیم. این اگه کره زمین باشه بیان بیرون منظومه شمسی، اگه بازم بریم بیرونتر کهکشان راه شیری رو داریم، ما یه جای اینجا هستیم. اگه که بازم دورتر بریم کهکشان‌های همسایه اندرومدا، TG M33 و همینجور اگه بریم یک عالمه کهکشان‌های دیگه. و این مقیاسی که من دارم روش کار میکنیم برای من فیزیک انجام میدم، فیزیک توی تک تک اون ستاره و منظومه ها اصلا واقعا من خیلی بلد نیستم. بیشتر همینه که فیزیک کل این تصویر رو و تاریخچه جهانی در این مقیاس توضیح میده اون چیه. و حتی از اون بزرگتر شما اگه برین ما یه چنین نقشه‌ای داریم نگاه میکنیم که این نقطه های روشنی که اولا مثل یه چیز تار عنکبوتیه که بهش تار تار کیهانی میتونیم بهش بگیم، کاسمیک وبه، و نقطه های روشن جاهایی هستن که مثلا ستاره ها و کهکشان های نورانی هستن و ماده بیشتر جمع شده، یه جاهای خالی هستش. باز اگه بخوایم بدونی در چه مقیاس عددی حرف میزنیم توی جهانی که ما فکر میکنیم میتونیم نورش به ما برسه و قابل مشاهده هست، تعداد فقط کهکشان ها شاید حدود 100 میلیارد کهکشان باشه تخمین بزنیم. تو هر کدوم از این کهکشان ها نمیدونم 10 به توان 11 میشه 100 میلیارد یا همچین چیزی هم ستاره هست. اگه تعداد تمام ستاره هایی که ما میتونیم مشاهده کنیم یه چیزی به اندازه تمام دانه های شنی که همه کره زمین هست در این حد ستاره فکر میکنیم وجود داره. خب حالا توی این بازی که من میخوام اینا رو بفهمم، این تصویر کیهانی رو بفهمم، حرف اول و نیرویی که حالا بهش میرسیم در درجه اول بهش میگم نیرو ولی بعد بهش میگم هندسه، حرف اول رو میزنه. نیروهای مثلا الکتریسیتی و چیزا اینطوری نیست. گرانش یا جاذبه مهمترین عاملیه که بقیه هم مهمن ولی بیشتر قوی ترین کسیه که نیرویی که به ما میگه چطور همه چیز داره شکل پیدا میکنه. و در مورد جاذبه هم همه میدونید که توی زندگی روزمره معمولا قوانین نیوتن رو استفاده میکنیم که 300 سال پیش نیوتن کشف کرده. حتی مقدار خیلی خوبی، تقریبا خیلی خوبی هم برای همه کار روزمره ما کار میکنه. سیب چجوری میفته، کره زمین چطوری چیزا دورش میرن، هر جایی باشه میتونیم توصیف کنیم با این قوانین نیوتن. حتی در مقیاس منظومه شمسی هم خیلی تقریب خوبیه، یعنی مدار
زمین به دور خورشید یا ماه به دور زمین، اینا رو هم خیلی خوب میتونه توضیح بده. یک چیزای کوچولویی شروع میکنه به وجود اومدن که این توصیف نیوتنی شروع میکنه دیگه خوب جواب نمیده. مثلا نویگیشن های ما، حالا من درست یادم نیست این چیزایی که استفاده میکنیم اگه که بخوان فقط بر اساس قوانین گرانش نیوتنی کار بکنن روزی چند کیلومتر ما اشتباه میشه، خطا اضافه میشه. خلاص احتیاج دارن که از برن بیشتر از نیوتن گرانش رو دقیق تر حساب کنن. و این وقتیه که اهمیت تئوری قوی تری که بعد از نیوتن اومد حس میشه که اون تئوری قبل از اینکه بگم یه چیزی میخوام بگم. یه کاری که همه ما شاید تو دبیرستان دیدیم اینه که نیوتن وقتی که راجع به قوانین گرانش حرف میزنه همیشه راجع به نیرو حرف میزنیم. یعنی مثلا وقتی که سیب میفته نیروی گرانش اینو میکشه. یه تصویر بر اساس اینه که نیرو اگه به ماشین بدیم شتاب پیدا میکنه یا ترمز بدیم وای میسه. یه جور یا زمین همینجور نیروی خورشید به زمین نگهش میداره توی مدارش یا ماه و زمین. ولی این میگم خیلی خوب نبود. از یه جایی به بعد اول قرن 20 انیشتین و بقیه متوجه شدن یه چیزایی درست با هم نمیخونه، یه چیزایی خیلی تصادفاً خیلی عجیب اتفاق افتاده. مثلا جرم انرژی با جرم گرانشی چرا باید دوتاش یکی باشه، هیچ ربطی به هم نداره. و خلاصه اینو شروع کردن و مثلا تئوری الکترومغناطیسم خیلی قوی تر شده بود، میتونه سرعت انتقال با سرعت نور رو توضیح بده. ولی گرانش هنوز یه چیزی بود که خب مثلا چطوری ممکنه که اگه مثلا زمین و از اینکه خورشید وجود داره در هر لحظه اختلال داشته باشه، در حالی که مثلا همه اطلاعات دیگه الکترومغناطیسی نمیتونن با سرعت بیشتر از سرعت نور انتقال بکنن. مثلا اگه فردا خورشید یه دفعه محو شد، زمین در اون لحظه نباید بفهمه، باید یه راهی وجود داشته باشه طول بکشه تا به زمین خبر برسه که راستی خورشید نیست و دنبال کار مثلا. و این تئوری که خلاصه به وجود اومد و انیشتین هم تنها کسی نبود که البته به وجودش آورد، با کمک دوستان ریاضیدانش و خیلی منجمین و کسایی که تونستن برن ثابت بکنن کمکش، نظریه نسبیت عام بود. نظریه نسبیت عام حالا اومد یک تصویر کاملا متفاوتی برای گرانش به ما داد. به جای اینکه بگه که نیرو داریم، میگه اصلا گرانش، ماهیت گرانش خودش یه جور ماهیت هندسه است. شما همونطوری که هندسه فضا رو دارین میگیم اتاق مکعب مثلا چطوری راست چپه و زمان هم بهش اگه اضافه کنیم 4 تا مختصات داریم و اینا یه هندسه‌ای دارن که با هم مثل اینه که یه فضایی رو به وجود میارن که خمینگی‌های اون فضا ربط داره به مواد و انرژی که توش هست و این گرانش در واقع اون هندسه هست. این که دلیل این که مثلا زمین روی مداری داره میچرخه اینه که یه سری خمیدگی به وجود اومده چون خورشید اونجاست، خود زمین یه کار میکنه و این خمیدگیه که باعث میشه که زمین بدونه چیکار بکنه و همینطور با بقیه چیزا. و همینجا میتونیم ببینین الان دیگه یه کمی این تصویر رو خیلی جدی نگیرین، خیلی فیزیکی نیست چون اولا دو بعدی و فلان فضایی زمان توش نیست، ولی به آدم یه شهودی میده که چرا باید موج توی اینا منتقل پیدا کنه. اگه مثلا یه دفعه خورشید رفت ممکن موجی منتقل بشه تا به زمین اطلاعات برسه. و که اگه بخواهیم با صرفا قوانین نیوتن بریم جلو توی سیستم نویگیشن یه چیزایی خطا شروع میکنه. سیستم هایی که اون خطا قابل ملموسه تو چیزهایی که هر روز داریم زندگی میکنیم میبینیم. یعنی بعد حتما این سیستم جی پی اس اونو در نظر بگیرن وگرنه خطاشون خیلی زود بالا میره، دقتشون کم میشه. یه عددشو درست یادم نیست، مثلا 1 کیلومتر در روزه مثلا بجای خونه ما باشه، مثلا خونه محل اون طرفی رو میده یا چیز اینطوری. مثلا موقع انیشتین و اینا از کجا فهمیدن که اون قوانین نیوتن یه جای درست کار نمیکنه و فکر کردن که خیلی سوال خوبیه. به نظر من میگم چون گفتگو اهمیت نداره که بنجا. اولا که برای من خیلی جالب کاری که انیشتین کرد
قابل شدن نبود اگه 50 سال قبلش ریمان هندسه دیفرانسیلی رو به وجود نیاورده بود. یعنی یه آدم ریاضیدانی که هیچ کس هم کارش جدی نمی‌گیره و شروع کرد برای هندسه های فضا و زمان و اینا یه سری نوشت معادلاتی نوشته به دست آورد چجوری انحنا رو به دست بیارن، چجوری تنسور کلکولس و این چیزا. و وقتی که انیشتین، حالا من یکی از چیزایی که فکر میکنم تاریخش رو بقیه اگه یادشونه بهتر بگم، یکیش این کوئنسیدنسی بود که شما وقتی میگین نیروی گرانش به جرم بستگی داره، یعنی دلیل اینکه مثلا زمین توسط خورشید نگه داشته شده اینه که نیرو با جرم زمین و ضرب در جرم خورشید متناسب، جرم زمین مهمه. ولی یه قانون نیوتن دیگه هم داریم که میگه اصلا مهم نیست چه نیرویی داشته باشید، نیروی الکترومغناطیسم مثلا یه چیزی رو میگیره، شتابش و اون نیرو این جرم اینرسی این دوتا رو به هم ربط میده. میگیم F مساویه با MA ضرب در A. هیچ دلیل نداشت که این M با اون M'i که نیروی گرانش رو میده دوتاش یکی باشه با دقت خیلی قوی. و این یکی از اون چیزایی بود که نکته هایی بود که فکر میکنم مثلا انیشتین اینو بهش فکر میکنم. یه نکته دیگه همین بود که انتقال داده، اینکه قوانین نیوتن خیلی چیز بودن اصلا توشون انتقال اطلاعات توش نبود دیگه، همین لحظه‌ای بود. خب این با دیگه تا موقع قوانین مکسول و اینا همه به وجود اومده بود، اینم باز یه چیز دیگه بود که این نمیخونه. اگه میتونستن همون جوری در واقع اونجا شما میایین از یه تصویر الکترومغناطیسی که قبلا بلد بودین چارج و اینا میریم وارد یه تصویر میشین که همه چیز توسط میدان‌ها توصیف میشه. و فکر میکنم که یکی از انگیزه های انیشتین اینا بود این که ما یه میدانی باید وجود داشته باشه که گرانش توصیف بده، که اون میدانه در واقع میشه همون بهش متریک فضا زمان یه جورایی تو نسبیت هم. و یا میخواست یه چیزی به وجود بیاره که اینا همون جوری بکنه و خیلی هم طول کشید، اشتباه هم کرد که 10 سالی فکر کنم طول کشید. حالا داستانای دیگه هست، مثلا دوستش گراسمن میرفته خیلی متمتیکش خوب بوده، این چیزای ریمان رو بلد بوده، اون به این میگفته نمیدونم چیزای اینطوری هستش که داستانای تاریخ جالبه که چطور بالاخره رسید به این معادلاتی که توصیف خوب میدونن. و بعد و در این حال حالا این باز دوباره من یادم حافظه من خیلی خوب نیست این چیزا، نقش منجمان خیلی مهم بود که ادینگتون و اینا رفتن. یکی از پیشبینی‌ها چند تا پیشبینی اصلی داشت، یکیش مثلا همین امواج گرانشه که ما تا سالها بعد تا همین 10 سال پیش درست مستقیم نتونستیم اندازه‌گیری نشده بود، خیلی سال طول کشید تا به اینجا برسیم. ولی پیشبینی‌های اولیش یکی همین بود که مدار سیاره‌ها نمیدونم به فارسی چی میشه، یک کمی و مثلا وقتی که مرکوری میره دور خورشید و میاد دور بعدی عزیز یک کمی اونورتر میره و یک کمی اونورتر میره. این یه مقداری نمیخوند اون زمان و میگفتن که یه نظریه داشتن که شاید یه سیاره کوچولویی اونجا هست که اینو داره توصیف میکنه که واسه سیاره‌های دیگه این اتفاق افتاده بوده. فکر کنم نمیدونم کدوم یکی نمیخونده و میبینن که آره یه سیاره اینجا بوده. ولی یه مقداریش دلیلش همین چیز نسبیتی بوده به خاطر این اتفاق میفته. یکی دیگه هم بوده که نور خب خم میشه از کنار یه جرم سنگین که رد میشه و اینو ادینگتون توی کسوف میره اندازه گیری میکنه و ثابت میکنه که آره با پیش بینی انیشتین خلاصه داستانش طولانی که کنم اولش اشتباه میکنه، انیشتین یه ضریب 2 اشتباه داشته ولی ادینگتون نمیتونه بره اندازه بگیره بخاطر اینکه جنگ بوده و تا دفعه دوم بشه این اشتباهشو درست کرده بوده و این دفعه که میره درست انجام میشه. و خلاصه چی میگن تاریخ بشر دیگه آدم و همین چیزا اینجوری وسطش داره. بله خلاصه حالا پس این در واقع نسبیت آن کاری که میکنه اینه که میگه هندسه و ماده و انرژی اینا دو و همدیگه ربط دارن. این و به طور خاص در واقع خمینگی فضا زمان رو انرژی و ماده توصیف میکنه. حالا ربطش به من چیه؟ به کیهان شناسی ربطش اینه که تو کیهان شناسی وقتی این تصویر رو نگاه میکنی خیلی زومات بکنی یه تقریبا شما یه تصویری داری که خیلی یک نواخت و همسانگرده.
یه جوری یک کمی توش دندون نمیدونه، یک جوری تقریبا توزیع همه چیز یک نواخته. این اگه یه همچین فرضی بکنی که مثلا بنابراین ماده توزیعش همسانگرد فضا زمان همسانگرده، این معادلات انیشتین اون وقت به معادلات معروفی توی کیهان شناسی صادر میشن که بهش میگیم معادلات فریدمن و توصیف میکنه بنابراین کل کیهان در اون مقیاس بر فضا زمان چطور چه دینامیکی داشته باشه، چه کاری انجام بده. و این کار خب انیشتین و اینا انجام دادن و دوستان خیلی سریع گفتن که خب اینا رو بذاریم اینجا و خیلی سریع هم متوجه شدن که یه مشکلی دارن. مشکل این بود که حالا البته اون زمان اصلا نمیدونم، خیلی هم مشاهده نداشتن که خارج از کیهان راه شیری چه چیزی وجود داره، ولی ایده‌ای داشتن که احتمالاً همه جا مثل همه بشین اصل هم‌ارزی انیشتین و جهان هم فکر کنن همه جا مثل همه وایساده، چیز ایستاد. ولی وقتی اینو گذاشتن تو اینجا دیدن این با این جواب به معادله نمیخونه، چون که مثل میمونه که یه توپی رو مثلا گذاشتین اینجا، این یا میفته پایین یا اینکه یه چیزی برای خودش بده بره بالا. جواب معادله هم این بود که اگه شما توزیع ماده یک نواخت داشته باشین، یا این شروع میکنه سریع منقبض شدن، یا اینکه چون یه چیز اولی داره شروع میکنه از هم دیگه دور شدن. جهان ایستا جواب این معادله نیست. خب خیلی تعجب کردن و داستان اینه که میگن انیشتین گفت خب پس اشتباهی کردم تو معادلاتم، چجوری درستش کنم؟ یه ثابتی اضافه کرد به معادلاتش که بهش میگیم ثابت کیهان شناختی که این داستان داره. حالا این ثابت که خودش شروع شد اصلا یه داستانای خیلی عجیبی برای خودش داره که حالا یک کمیشو من اینجا میگم. این کاری که کرد اینه که خب یک جواب ایستا پیدا کرد برای جواب معادله فریدمن که توصیف بکنه کیهانو که بگن خب این درسته. اما باز اینم یه مشکلی داشت. مشکلش این بود که درسته که میتونی نگهش داری ولی خیلی ناپایداره و این عجیبه که طبیعت مثلا یه چیزی رو ناپایدار یه جایی نگه داشته که اگه یک کمی تکونش بدی از این ور میفته یا از اون ور میفته و این یه پازلی بود که خلاصه نمی‌دونستن چی کارش باید بکنیم. تو همین هیروویر دوباره توی نجوم شروع اتفاقات جالبی افتاد و پیشرفت‌های جدیدی اتفاق افتاد. من جمله این آقای هابل که حالا من جالبه یک نفری که بیشتر همه به این معمولا ارجاع میدن که اولین کسی بود که شروع کرد یه سری مشاهداتی انجام بده که اولا فهمید همه دنیای ما راه شیری نیست، یه چیزای خارج از راه شیری وجود دارن، کهکشانایی هستن، چون تونست بعدی میگم بر اساس پیشرفتایی که تو اندازه‌گیری فواصل فضایی بین اجرام آسمانی اتفاق افتاده بود فاصله ها رو اندازه بگیره، سرعت ها رو هم اندازه بگیره و به یه نموداری رسید که اولا چیزهای خارج از کهکشان هستن و دوما هرچی از ما دورتر هستن سرعتشون داره با ما دور میشه، با سرعت بیشتری از ما دور میشن که این بر این شد که شاید اصلا جهان ایستا نیست، این چیزی که همش فکر میکردیم اشتباه بوده. که حالا این جالبه که ظاهرا یه آقای بلژیکی هم بوده لمیت که کشیش بوده، اون هم اتفاقا یا این محاسبه رو یک کمی میگن زودتر انجام داده بوده و با یک کمی دیتای کمتر به همچین نتیجه این رسیده بوده. ولی داستان اینه که وقتی که مثل که مقالش به انگلیسی ترجمه شده بوده اون تیکه از یافته هاشو کسی درست ترجمه نکرده بوده، هیچ کس خیلی به این کردیت نمیداده تا همین مثلا 10 سال پیش و اینا همیشه فقط میگفتن که این کشف هابله و اینم قانون هابله. ولی حالا یه کمی چیزه به یاد ایشون جدیداً بعضی موقع میگن این هابل لیمیت لاه که میگم 2 سال با هم مقاله‌شون اختلاف داشته. حالا اینکه چرا اینطوریه این خیلی توضیح ساده‌ای داره. چرا اگه ببینیم یه چیزایی هم که از ما دورترن باز سرعت دور شدنشون بیشتر نمونه نشانه انبساطه. این یه مثالی از این کتاب باربارا رایدر که من اینجا آوردم که اگه یه دونه مثلا دارین کیک میپزین کیشمیشی داشته باشین و وقتی خمیر رو بذارین توی فر این شروع میکنه بزرگ شدن همجور که پخته میشه
اگه نگاه کنین مثلا 2 تا کشمیشی که با هم، چند تا کشمیش که با هم فاصله دارن، یکیشون 1 سانتیمتر، 2 سانتیمتر، 3 سانتیمتر، وقتی بزرگ میشه فاصله های هر 2 تاشون 3 سانتیمتره. ولی اگه اندازه گیری کنین که مثلا این اولی تو 1 ساعت 2 سانتیمتر در ساعت از این دور شده، ولی این یکی الان شده 6، قبلا 2 بوده، من شده 4 سانتیمتر در ساعت. این که الان فاصله شده 9، قبلا 3 بوده، شده 6 سانتیمتر در ساعت. پس حرفی که دورتره از چشم این داره با سرعت بیشتری ازش دور میشه. پس از اینجا میفهمه که پس ما داریم، من توی فضایی هستم که داره منبسط میشه. اون در واقع اون نمودارم همینو داره بهشون میگه. وقتی بهش میذارم به این نتیجه میرسن که پس ما توی فضایی هستیم که داره منبسط میشه. من کم تون رفتم سوالی. ولی ضریبش ثابت نیست، 2 برابر شده 6. چرا دیگه ثابت 3 بوده شده 6. همه اینا همه 3 برابر شده، از اینجا به اینجا 3 برابر شده فاصله ها کلش. ولی این فکر میکنه سرعت این 2 بر ساعت، این 4 بر ساعت از چشم این، ولی در کل همه یه ضریب ثابتی از اون فاصله اولیه شده در واقع. آره درست. همین هم هست قانونش، یعنی که هستش یه ثابتی که اسمش هم میگیم ثابت هابل، ضرب در فاصله میشه سرعت. خب حالا آقای انیشتین این ثابت رو گذاشته بود که بگه جهان ایستا و فلان و اینا، الان اومدن گفتن که به بخش اشتباه شدن، ایستا نیست. خب من اشتباه کردم. آره این میگن که این گفته بوده که بزرگترین بلاندر زندگی من بوده که همچین فکری کردم و اضافه کردم و خلاصه بردش. ولی میگم داستان این ثابتش که همچنان خیلی جالبه. اولا بعد معلوم شد که توی میدانهای کوانتومی که یه رشته دیگه هست، نظریه ذرات، این به وجود میاد و مقدارش خیلی میتونه بزرگتر باشه، ولی اگه خیلی بزرگتر باشه جهان ما به وجود نمیاد. خب یه عالمه پازل با خودش آورد و از همه جالبترش این شد که حدود تقریبا 20 سال پیش اینا 98 و اینا یه سری داده های جدیدی اومد از همین اندازه‌گیری‌های فاصله با یه نواخترها که نشون داد که انبساط جهان نه تنها جهان انبساط داره، ولی انبساطش داره شتاب پیدا میکنه. و حالا برای اینکه شتاب پیدا بکنه، یکی از ساده ترین شتاب پیدا کردن انبساط توی با داشتن مثلا فوتون، ماده های طبیعی، اینا خیلی سخته، چون همه ماده ها میخوان همدیگه رو تو گرانش جذب بکنن، میخوان همیشه یواش بکنن انبساط رو، ولی این چطور داره زیاد میشه. و این یک راهش اینه که شاید این ثابت صفر نیسته، شاید ثابت ها برگردیم. و خلاصه این سال 98 دوباره آقای انیشتین عکسش اینجا بود و این یکی از بریکتروهای سال بود. فقط هم از یک نظر، از یک طریق به این نتیجه نرسیدن. این ابرنواخترها یک راهی بود که فهمیدن، نیایش اون موقع داشت پیشتیشو میگرفت. یک راه دیگه بودش از راه تابش زمینه کیهانی فهمیدن پتانسیل گرانش داره کم میشه، نیایش رو دوست داشت نشوندن. و خلاصه خیلی چیز یک هیجان در دوباره همه بین کیهانشناسا و کسایی که کار تئوری میکردن و کسایی که کار مشاهده میکردن که این از کجا اومد و چی شد و هنوز هم یکی از پازل هایی هستش که داشته. خب من یه نوت تاریخی دیگه هم اینجا بدم، چون معمولا زنها فراموش میشن در طول تاریخ. دلیل اینکه این داده هایی که هابل تونست جمع بکنه به وجود من گفتم به خاطر این بود که ما تونستیم روش‌های نجومی و اندازه‌گیری فاصله با اجرام خیلی دور خیلی پیشرفت کرد که یه خانمی به نام هنریتا سوانلود انجام داد توی هاروارد، منجم آمریکایی. و توی خود نسبیت عام یک سری پازلایی بود که خانم ریاضی‌دانی به اسم امی نوتر تونست اینا رو حل بکنه و خیلی به دید ما از فهمیدن این که مثلا جرم چیه توی نسبیت عام، چجوری تعریفش بکنیم، انرژی تعریف بکنیم، کمک کرد که زمان جنگ اونم اومد آمریکا توی کالج زنانه درس میدادش. خب
حالا من چطور وضعیتم؟ ببخشید یه سوال در مورد اسلاید بپرسم. دو تا تصویر نشون میداد که فاصله خودم اسلاید بعد فاصله دو تا از کهکشان‌ها تغییر کرد. ما دوست داشتم اسلاید بعد این نه بعد از این قبل از اسلاید دو تا خانم اینجا فاصله دو تا کهکشان تغییر پایین سمت راست درسته؟ نه این اتفاقی که افتاده فکر کنم داره میگه که اینجا یه ابرنواختر دیدن، تونستن ببینن و بر اساس اون ابرنواختر میتونن فاصله مثلا اینو تشخیص بدن که اینجا یه همچین اتفاقی بیفته. حالا اینم خب یه چیز عجیبه، ما چجوری میفهمم که این کهکشان فاصلهش تا ما چطوریه، کجاست؟ یه مقداری باید طیف سنجی بکنیم، ولی طیف هم خب بستگی به این داره که تو اون کهکشان چه چیزایی وجود دارن. طیف‌های خیلی عجیب غریبی ممکن باشه، ولی یک نوع اجرامی هستن که همین ابرنواخترهای نوع 2 هستن که فکر میکنیم که مثلا اینا بهشون میگیم شمع‌های استاندارد. فکر میکنیم میفهمیم طیفشون چطوریه. برای همین اگه ببینیم طیفشون چه شکلیه، اگه هر چقدر دورتر از ما باشن اینجوری شیفت دوپلری میدن، بعد فقط میدونیم مثلا قیافش اینجوریه، ولی حالا یک کمی اگه دورتر باشه یک کم توی طیف میره اون طرف به سمت قرمز حرکت میکنه. و برای همین وقتی مقدار زیادی از اینا تونستن جمع کنن، تونستن فاصله این کهکشان‌ها رو اندازه بگیرن و بر اساس اون، چون اینا دیگه خیلی دورتر بودن، بفهمن. خب حالا من فهمیدم جهان انبساط پیدا میکنه مثلا 100 سال پیش. چه چیزی میتونه این به من بگه به آغاز، در مورد آغاز جهان، چون الان در مورد الانه. خب این دیگه یه چیز خیلی ساده است، برداشت ساده است دیگه. مثلا اگه همه جهان داره انبساط میشه، همه دارن از هم دور میشن، اگه یه تیکه از جهان رو من بردارم، خب نتیجه طبیعیش اینه که خب اگه برگردونم نوارو، این تیکه در زمان کوچیک‌تر و کوچیک‌تر بوده. و حالا با قوانین انیشتین و فریدمن و اینا رو دارم میگم خب چه چیزایی توش داری، بذار هر چی داری توش. مثلا چقدر فکر می‌کنی ماده اینجا هست، چقدر انرژی تابش توشه، اینا رو بذار توش، ببین اینا چطور برگردون نوارو به گذشته. خب حالا همین اتفاق چون الان بزرگ شده، مثلا الان من میگم مقیاس همون بگیر که مثلا یه تیکه‌شو بردار بگو که اسمشو میذارم رد شیفت، چون اینم هست که چون الان گفتم وقتی یه چیزی از ما دور بشه طیفش هم شروع میکنه قرمز شدن. برای همین بعضی موقع بهش میگیم رد شیفت صفر. اگه الان باشه مثلا خیلی صفر نشه، ولی اگه برام گذشته چون دورتره نورش قرمز شده. ولی حالا اون خیلی مهم نیست. من میتونم فقط اینو بردارم بعد بگم خب برو به گذشته، وقتی که این تیکه نصف بود سایزش چقدر متراکم‌تر میشه و همینجوری اینو برگردونم و حساب بکنم زمانو. هر چقدر شما یه باکسی که توش ماده هست کوچیک و کوچیک‌تر کنین، این شروع میکنه داغ و داغ و داغ‌تر شدن، انرژی توش چگالی انرژی میره توش بالاتر. و یه محاسبه ساده که میتونین انجام بدین و یه موقع میشه که انقدر این گرم میشه که خب هسته ها و اینا دیگه نمیتونن انرژی بین هسته‌ای و اینا میشکنه و تبدیل میشه به یه سوپ خیلی داغ یونها و حتی دیگه فلزای سنگین هیچی توش نیست. بیشترین چیزی که توش هست هیدروژن و یه مقداری هلیوم و از این عناصر خیلی پایه‌ای. و اینو میتونی حساب بکنی بگی خیلی خب چقدر طول میکشه تا اونجا برسم با توجه به این چیزایی که من گذاشته بودم تو این سوپ اولیه، این مخلوط اولیه تا به اینجا برسم. و خیلی سخت نیست که حالا من فارسی میگم اینجا رو اول اسمشو میگم مهبانگ. دوم من این که ببینم چقدر از اون زمان گذشته. اینو دوباره برمیگردونی حساب میکنی میگی چقدر از اونجا تا به امروز و این تقریبا شبیه محاسبه‌ای که ما انجام میدیم از اون زمان که هنوز عناصر هسته‌ای و اینا به وجود نیامده بودن تا الان حدود مثلا 14 میلیارد سال گذشته. و این چیزی که همه وقت میگن عمر جهان 14 میلیارد ساله، تقریبا منظورشون اینه، این محاسبه است. حالا اگه اینطور باشه هیچ راهی وجود داره که فرض کنیم من این کارو کردم من بتونم این نظریه است این محاسبه هم انجام بدم، چجوری اثباتش کنیم که این نظریه درسته؟ دارم یه چیز کار باستان شناسی میکنم، نمیخوام برم عقب بعد یه راهی بتونم اینو اثباتش کنم یا نکنم. اونم یه راه جالبیه داره، چون که
اگه به اون من وقتی برسی به اونجا گفتم سوپ داغ همه چیزها یونیزه است، هیدروژن پلازما دارید و خب حتی فوتون ها نور هم نمیتونه از این خارج بشه چون اینا انقدر با هم برهم کنش دارن که نور هم توش گیر میکنه. برای همین کدر این سوپ. ولی وقتی که دوباره برمیگردیم به سمت جلو، به سمت الان، این مثلا دمایی داریم بیشتر از 3000 سانتیگراد حرف میزنیم که نمیتونن شکل بگیرن هسته ها. ولی وقتی که بزرگ میشه این کم کم سرد میشه و کم کم هسته ها خنثی میشن و این نوری که با اون بوده شروع میکنه آزاد شدن و از اون بخش کدر میاد به سمت و دیگه جهان شروع میکنه شفاف شدن و این نور یه تابشی از اون موقع میمونه که میاد از همه اطراف جهان میاد و شروع میکنه همجوری سفر کردن تا برسه به امروز. و تا اینو ما میتونیم اینو حساب کنیم بگیم از اون دما تا این تابشی که الان رسیده که بعد همه جای اثرایی ازش مونده باشه چقدر شده. که این یه پیشبینیه که پیشبینی مهبانگه و خب کیهانشناسا باز سال مثلا 50 اینا فکر میکنم انجام میدادن که حالا نیایش میتونه درست بگه. تو گفتی اولین بار یک کانادایی این کار کرده بوده یا چه همچین محاسبه کرده دیده بودتش. آره. ولی داستان مشهور خلاصه اینه که شما الان اگه این زمان باشه ما اینجا هستیم تو این کهکشان ها، اگه به زمان عقب برگردیم این موقع کهکشان ها نبودن و ماده خیلی فشرده بوده، حتی ستاره ها نبودن و یه جایی به بعد شما این سوپ داغ یونا و اینا رو دارین و که همه چی با هم قاطیه و نور نمیتونه بیاد ولی یه دفعه از اینجا به بعد آزاد میشه به سمت ما میاد و این تابش همجوری میاد تا میرسه به ما. حالا باز این داستان جالبه چون که وقتی که این پیش بینی انجام شده بود خیلی همه نمیدونستن. مثلا آدمای تو پرینستون بودن، فکر کنم جیم پیبل یا ویلکینسون اینا، یه کسایی اینو خبر داشتن چون کار کیهانشناسی میکنن. ولی یکم اونورتر یه چیز لابراتوری بلب اونجا بودش که 2 نفر منجم کار رادیویی میکردن و یه سری دیشایی داشتن که دارن برای یه مشاهده تنظیم میکردن. اینا هی یه نویزی میدیدن، هر طرف این دیشا رو میچرخوندن میدیدن یه نویزی هست و صاحب داستان چقدر درسته اینه که رفته کرده بودن شاید کار کبوتراست و خیلی چلغوز اونجا هست و تمیزش کنن و اینا تا خلاصه بالاخره یکی میگه که شاید نکنه شما دارین آثار مهبانگ رو میبینین، نکنین همون تابشی که از اون موقع مونده و دیگه تلفن میزنن به دوستان تو پرینستون و با بقیه و معلوم میشه که بله اینا یک کشف بسیار بزرگی به صورت تصادفی انجام دادن و جایزه نوبل رو میگیرن که در واقع چیزه جایزه نوبل باید کبوترها میدادن که کار نکرده و خلاصه و این خیلی جالب. این تابش اون موقع خیلی داغ بوده دیگه، گفتم 3000 سلسیوس بیشتر، ولی الان که رسیده به ما خیلی خیلی کوچیکه، خیلی سرد شده، حدود 3 کلوینه، تقریبا نزدیک 0 مطلقه از لحاظ دمایی، ولی همه جا یک نواخت در هر جهتی که نگاه بکنی هستش به جز اینکه 1 در میلیون روش یک کم ناهمسانگی یا ناهمگنی وجود داره که اونم حالا خیلی مهمه. این چیزی بوده که اینا دیدن 1963 با اون تلسکوپاشون. از اون موقع تا حالا خیلی پیشرفت انجام شده. ماهواره کوبی تونست یکم بیشتر ببینه و این حالا نگاه کنید اون خیلی یک نواخت 3 درجه کلوین همه طرف، ولی کم 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 رزولوشن این عکس بیشتر شده و همین که میگم با دقت 1 در میلیون ما میتونیم یه چیزای کوچیک‌تری روش ببینیم که بعضی جاها یک کمی داغ‌تره، بعضی جاها یک کمی سردتره و این نقشه اینو میگن. مثلا موقع که میگن باز ما دانشجو بودیم این آزمایش داشت انجام میشد و برای اولین بار خیلی هیجان بود که تونستن اینا رو خیلی خوب همبستگی‌های این ناهمگنی و ناهمسانگری رو اندازه بگیرن. و این آخریش مال این ماهواره پلانکه که خیلی الان همه با این بیشتر کار میکنن که 2018 دیتاهاشو داده و تصویری خلاصه از کیهان کوچولو وقتی که نوزاد میشه. ببخشید این تصویر ثابته فقط دستگاهی که تصویر رو داره ارزیابی میکنه عوض شده یا اینکه از 1962 تا 2013
دستگاه‌های مدرن‌تر تصاویر جدیدتری رو دارن نگاه میکنن. در واقع از لحاظ آماری ثابته، ولی نه هر جای بالاخره اینا یه جور افت و خیز هستن توی دما. من اون فوتونی که میاد یکم افت و خیز داره، ولی مرتبه بزرگیش همون 1 در میلیونه و اون خاصیت‌های آماری که داره، مثلا همبستگی که داره بین اینکه اینجا یه کمی گرمه و اینجا چیزه، به صورت مثلا تو چه مقیاسی اینا همبستگی با هم دارن، اینا دیگه تغییر نمی‌کنه. البته این تا مرتبه اول تخمینه. ولی ما الان در حال حاضر یک عالمه آزمایش‌هایی هستن که دارن اتفاقا میگن که این نور که اومده روش یک اثر دومی هم بوده که اگه بتونیم اونها رو اندازه‌گیری کنیم، از توی کهکشان‌ها بعضی جاها رد شده، از یک زاویه‌هایی ممکنه بهشون میگن اثرهای ثانویه. سر راه چه همونی که گفتم مثلا میایش و اینا اندازه میگرفتن، همین که انبساط جهان شتابدار شده، وقتی اینا دارن میان ما میگیمشون یه اثری رو اینا گذاشته. مثلا فوتونا اول توی پتانسیلی افتادن، یکم داغ شدن و وقتی میخواستن بیان بیرون پتانسیل افت کرده، یکم برنگشتن سر جاشون، انرژیشون و یه چیزای اثرای اینطوری هست. مثلا این سوالی که پرسیدن که این تصویر فرق کرده، این تصویر هم فقط رزولوشنش بیشتر شده. تصویر یکی فقط رزولوشنش بیشتر شده. بعد ناظری تصاویر روی زمینه. نه اینا ماهواره است. به جز این اولیه اینا ماهواره. دور زمینن دیگه به هر حال. دور زمینه. آره، ولی هر کدومشون یه استراتژی اندازه‌گیری دارن. من الان همش یادم نیست، ولی مثلا اینو یادمه که مثلا اینطوری میچرخید و هی تغییر دما رو بین دو نقطه اندازه میرفت میومد دوباره میچرخید. این اگر ما الان اینجا ایستادیم در اصل داریم به 360 درجه دور خودمون و 360 درجه از اون طرف کل کیهان رو می‌بینیم توی اینا. همه جا رو فکر نمی‌کنم لزوما ببینی. حالا این بگم چون تو رشته من نیست دیتا، معمولا مثلا جایی که کهکشان خود راه شیری هست، اکثر مشاهدات کیهانی مجبوری اون رو یه جوری فیلترش بکنی، برای که وقتی از توی دیسک خود کهکشان میان خیلی چیزای زیادی می‌بینه و اون اثرها رو بیشتر بگیری. ولی اگه از جهت‌های دیگه، چون ما کهکشان راه شیری تقریبا یه چیزه مثل دیسک میمونه، یعنی این تصویر رو دستکاری می‌کنن. بله خیلی تمیزش می‌کنن، چیزایی که سر راه می‌بینه و اینا رو تمیز شده. ببخشید من یه سوال در مورد اون دارم. الان موقعش اون که از حدود 3000 یا بالای 3000 کلوین رسیده تا الان به حدود 3 کلوین، 3000 درجه سانتیگراد 3 کلوین. آیا هیچ پیش‌بینی هست از روند تغییرش؟ آیا خطی داره میاد پایین یا دما؟ بله. این دما آره، به خاطر اینکه تقریبا اگه شما یه دونه جعبه‌ای داشته باشین توش یه سری تابش بذارین، اگه ماده باشه، ماده معمولی باشه، وقتی که شما اینو بزرگش بکنین چگالیش شروع میکنه با 1/3 چه میگن جذر سوم این کم شدن، چه چیز میشه 1/روی شعاع توان 3 شروع میکنه کم شدن. برای تابش این 1 شعاع توان 4، چون طول موجا هم شروع میکنن کش اومدن. برای همین اگه که حالا چرا اینو گفتم، آره برای همین وقتی سایز رو دارم عوض میکنم میدونم که انرژی فوتونا چجوری داره کم میشه، بر اساس اون میتونم دماشون رو اندازه بگیرم. عملا دما دقیقاً میشه 1/روی چیز شعاع، یعنی همچین ارتباطی داره. اگه هرچی شعاع کوچیک و کوچیک‌تر بشه دما بالاتر میشه. این عکس بچه رو نشون دادیم. من این سوالی بچه بانه میشه برگردیم اون تصویری که نشون دادیم توی محور افقی زمانه و از بیگ بنگ تا امروز یه تصویر نشون دادیم. ببین فرض کن که ما توی نقطه بیگ بنگی و جهان شروع میکنه به منبسط شدن تا برسه مثلا فرض کن به تودی، امروز که ما روی این خطی و ماها الان ایستادیم و میگیم که ما داریم اطلاعات نوری اون زمان رو داریم که پیش زمینه کیهان میبینیم. درسته؟ آیا این منوط به این نیست که انبساط فضا سرعتش از نور بیشتر بوده باشه که نور از پس ما داره میاد؟
نه خب برای اینکه از همه جهت داره میاد و بیایم برگردیم اون کیکه فکر کنم. خب این وقتی در این حالت بوده، این تابشه بوده و این بزرگ شده و حالا این تابشه همینجوری تو همه جا هستش. بنابراین شما اگه اینجا هستین در هر لحظه از یه جایی تابشه تو همون جعبه است به سمت شما داره میاد. ولی اونی که مثلا الان شما میبینین این که از کجا اومده مثلا آره بعد اینو حساب کنم. این سوال خوبیه بخاطر من اگه بهش برسم یکم مشکلی داره، مشکل علیتی خیلی بچگانه نیست. آره خیلی بچگانه نیست ولی این هست که از همه جا میاد. ولی این که اون تیکش که عجیبه این نیستش که خب چرا از اون موقع به ما رسیده، چون بالاخره میگم همه جا بوده، من اینجا باشم در این لحظه بالاخره یه تابشی به من میرسه. یعنی که از کجا از چه فاصله اومده اینو باید حساب بکنم که از چه فاصله اومده. یه تصویر کارتونی دارم که شاید من سوال بچه هیچی بچگونه نیست. نه سوال خوبی نیست. عکسی که گفتم میشه یه بار دیگه بیاریم که این کمو داشت تو زمان برای اولیش برای من زودتر پیدا کردیم. نه برای اینکه باید چی رو بکنم بعد از اینه این اولش که مثلا سوپ بوده، چرا مثلا آش نبوده سوپ بوده؟ بعد سوپ بوده قبل اون چی بوده؟ آها خب حالا همینه کار من دقیقا همینه. کار ما مشکل همینه که ما اینجا از اینجا به بعد نور اومده به ما، خیلی اطلاعات به ما راحت تر رسیده، ولی اینجا دیگه کدره. اطلاعاتی که از این قبل تر میاد و ما باید به صورت غیر مستقیم اینفرنس چی میشه به فارسی تفسیر کنیم، یعنی بسازیم، کار باستانی بکنیم. و اتفاقا همین اگه بخوام اینه که مثلا من بیشتر کارم همینه که اینجا و قبلترش رو چطوری میتونیم یه جوری بفهمیم چه اتفاقی افتاده. اگه اونجا دارک‌تر بوده چرا پس این تصویر روشن‌تر نشون میده؟ این دیگه آرتیست دست میگیره. دماش داغ‌تره. داغ دیگه اونجا یعنی هارت. ببخشید اون سوال قبلی در مورد دما پرسیدم. آیا حقیقت تو تئوری ممکنه دمای زمانی مثلا یه پیش بینی از اون روند داشته باشه ممکنه به صفر برسه یا دما کمتر میشه؟ اگه زمان همجوری منبسط بشه کمتر به صفر مطلق دیگه بالاخره به سمتش میل میکنه. یعنی ریاضی نیست ولی هنوز ببخشید سوال بعد از اون توده چیه؟ بعد از اینجا بعد از آینده اونم سوال خیلی خوبیه که بستگی به این داره که ما بفهمیم دقیقاً اینجا چه اتفاقی میفته. پیش بینی چقدر میتونیم بکنیم برای آینده. اگه بدونیم همه چیزایی رو که پارامترایی که تو مسئله است و معادلاتمون هم فکر کنیم درست کار میکنه، پیش بینی خوبی میتونیم برای آینده بکنیم. ولی نمیدونیم. مثلا میدونیم الان انبساط شتاب داره. اگه همون ثابت کیهان شناختی که گفتم بهتون درست باشه که حالا یکم تو پرانتز میشه که ممکن نباشه، چون همین 6 ماه پیش یه سری داده جدید در اومد که میگه شاید نباشه ثابت، اون سوال جواب خوبی نباشه برای معمای انبساط شتاب دار. ولی فرض کنیم که اون اگه باشه، این انبساط همینجوری شتابش بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه، همه چیز اصلا دورتر و دورتر میشه. یه جایی میشه که ما دیگه نمیتونیم، ما هیچ اطلاعاتی، ما که نیستیم ولی کهکشان ما هیچ اطلاعاتی به کهکشان دیگه برسونه، یا اصلا همه کهکشان‌ها تنها باشن و هیچ کس رو نمی‌بینه، چون همینجوری شتابش زیاد و زیادتر میشه. ولی خیلی خوبه دیگه، اگه ما هر چقدر بفهمیم دقیقاً قوانین رو اینجا تثبیت کنیم بهتر میتونیم بفهمیم چی میشه. ببخشید سوال دیگه که ما الان میتونیم اندازه بگیریم سرعت واپاشی جهان رو، نزدیکی‌های سرعت نور رسیده نرسیده، در چه کسی از سرعت نوره؟ چون میگی اندازه گرفتن سرعت رو دیگه. آره ولی خب سرعت بستگی داره که به چه کهکشان. سرعت نسبیه. مثلا من میتونم بگیم که چون گفتم هرچی از ما دورتر باشن سرعت نسبیشون از ما بیشتر میشه. حالا یه چیزی هست که باید حواستون باشه، این یه مسئله‌ای که بعضی موقع به نظر من باعث سوء تفاهم میشه، اینکه سرعت نور سرعت انتقال اطلاعاته، سرعت نسبی نیست. یعنی من ممکنه با یه نفری که اونور دنیا هست، یه مثال فکر کنم بچه بودم یادم یه چیزی بود، شما ممکنه 2 تا چیز داشته باشین
در یه لحظه اینا رو دوتا رو مثلا خیلی از هم دور کنیم و سرعت نسبیشون هم حساب بکنیم از سرعت نور بره بالاتر. ولی این اهمیتی نداره، این هیچ قانونی رو نشکسته. مهم اینه که این بتونه با سرعت بیشتر از سرعت نور به اون یه اطلاعاتی برسونه یا نرسونه، یعنی به صورت موضعی انتقال اطلاعات. ولی ممکنه که آره یک کهکشان خیلی دور از ما رو من همینجوری بگم سرعت نسبیش رو از ما بگیریم، فکر کنم که داره با سرعت بیشتر از نور ممثل میشه یا سایزش داره بیشتر میشه، ولی هیچ از علیتی مشکلی نه. من مشکل حد سرعت رو ندارم، میخوام ببینم واقعا بر اساس داده های موجود آخرین تصویری که ما از کیهان ما واسه چرنده داریم اون رد شیفته متناسب با چه سرعتی است. یکی از بزرگترین هدفمون همینه که اون ثابت هابل رو اندازه بگیریم، چون ثابت هابل به همون میگه که در هر فاصله سرعت از ما چقدر. من ثابت هابل نمیدونیم. نه آره میدونیم ولی تا دقت خوبی میدونیم ولی یه تنشایی وجود داره. مثلا اون ثابت هابل هستش 70 کیلومتر بر ثانیه بر مگاپارسک، یعنی هر یه مگاپارسک که از دور بشی، مثلا اگه یکی از من یه کهکشانی 1 مگاپارسک دور باشه از ما، سرعتش از ما 70 کیلومتر بر ثانیه است. اگه 2 باشه 2 برابر و همینجوری ها تقریبا یه همچین چیزی میتونیم بکنیم. ولی اگه خیلی فاصلهش مثلا 10 مگاپارسک باشه مثلا من میشه 700. بر observed universe الان مثلا بر اساس مشاهده رو چند مگاپارسک؟ حدود 14 مگاپارسک. 14 مگاپارسک. 14 گیگاپارسک. بکنم تو اون تصویر اولیه اگه که بریم برش کنیم در صورت آره میتونیم ببینیم که در واقع شما میخوایم ببینیم مرز جهانی که ما میبینیم از ما با چه سرعتی داره میشه این محاسبه رو کردن. و دوست دارم بدونم که چقدر با سرعت نور فاصله داره. نمیدونم ولی ممکنه خیلی بیشتر باشه. اینو میتونم بگم. چون میگم سرعت نسبی خیلی چیزی نداره. توی این بیگ بنگ که ما داریم روش کار میکنیم چه چیزی باعث بیگ بنگ شد و چه خبری قبل بیگ بنگ بود، چه ریزالتی میتونه بریک سرو باشه اینجا؟ یه کشور چی؟ اگه بریم جلو من میتونم بهش یک کمی بگم. اگه راه سریع‌تری داریم اینقدر تاکت هیجان انگیزه آره یه موقع داریم به بچه همون برسیم از خیلی رفرشمنت میگذاریم به بچه ها تون رسیم که البته همینه در واقع یکیش همینه. این تصویر چیزی که من به شما دادم فقط دما 3 درجه و اینا گفتم اون درجه اول مرتبه اول اطلاعاتی که داریم. مرحله دوم همون ناهمگنی‌ها و ناهمسانگری‌هایی که روی اون هست یک حجم زیادی اطلاعات میتونه به ما بده راجع به اینکه اول شرایط اولیه جهان چی بوده. این خیلی به نظر من جالبه برای اینکه معادلاتی که حل میکنیم بر اساس اینه که دوباره همون تقریبا همه چیز یکیه. شما یه سری ماده و انرژی دارین، میدونید مثلا تابشه که بهش میگیم مثلا نسبیتی هم خیلی سرعت زیاد دارن، سرعت نورن. یه سری هستن یواشتر هستن، ماده‌های معمولی ان، و گرانش هم داریم. تقریبا همه چیز با همین حل میشه. و چون خمیدگی ها با اینا با هم ربط دارن تو قانون انیشتین، اگه شما یک کمی اینجا افت و خیز داشته باشین، یه افت و خیزایی هم تو خمیدگی پیدا میکنین. و بنابراین چون اینا خیلی مرتبه کوچیکی هستن، میشه از لحاظ آماری اینا رو بررسی میکنیم. میگیم مثلا همبستگی 2 نقطه‌ای این خمیدگی تو فاصله های مختلف چقدر. اینا رو اینجوری میایم کمیت کوانتیفای میکنیم، کمیت پذیرش میکنیم توی فوریه مدهای مختلف، توی سایزهای مختلف. و همین باید هرچی که این هستش این ربط بده که افت و خیزای توی ماده توی جهان چقدره، افت و خیزای توی تابش چقدره، چون همه اینا دارن از یه جا میان. هر چی شرایط اولیه باشه، اگه من یه تئوری خوبی داشته باشم بعد بتونه همه اینا رو توصیف کنه توی متر. حالا تابش خیلی خوبه برای اینکه میگم فوتونات تقریبا از اون زمان به الان خیلی اتفاق براشون نیافتاده، به صورت خطی اومدن، معادلات ساده تره، خیلی قشنگ میتونی بررسیشون کنی. این مثلا فرض کنین تابش 2 نقطه‌ای دمای همین تابش زمین کیهانیه.
همین افت و خیزایی که من میگم توی فضای اسفریکال کروی تقسیمش کردن، یعنی تو زاویه‌های مختلف میگه مثلا چقدر همبستگی وجود داره، مثلا توی مالتیپل مومنت این یه همچین چیزی داره، قله‌ای داره، اینجا یه قله داره، اینجا یه قله داره و همینطور توی زاویه کوچیک‌تر و کوچیک‌تر همینجوری اندازه میگه. این تو زاویه بزرگتر مثلا اینطوری میشه. اینم آزمایش‌های مختلفی هستن که مثلا اندازه‌گیری کردن، این پلانکو نداره ولی آخرش دبلین. این که دقیقاً این قله چقدر بالا و پایین باشه، نسبت این به این کجا باشه، تو چه زاویه اتفاق بیفته، همه اینا بسته به این داره که من چقدر مثلا تابش داشتم اون موقع، چقدر خمیدگی کل جهان چقدر بوده، سایز جهان چقدر، خیلی اطلاعات اینجوری از توی این در میاریم. و بعد حالا من باید مطمئن بشم این اگه این شرایط اولیه جهان بوده، همین اتفاق باید تو اون یکی تصویرم باشه، اینکه توزیع کهکشان‌ها و ماده‌های دیگه توی جهان چطوریه. اینجا تصویر خیلی پیچیده‌تر میشه، چون خب برخلاف تابش برای ماده اتفاقای عجب غریبی افتاده دیگه، مثلا افتادن توی چاه پتانسیل، همدیگه رو جذب کردن، یه کهکشان به وجود اومده، بعد یعنی گرانش وارد فاز دیگه ای شده که خیلی غیر خطی بوده. باز ولی با همه اینا حتی میتونی همونم باز پارامترایز کنی و سعی کنی این اثرها رو تا جایی که میشه توی شبیه سازی ها و محاسبات غیر خطی اندازه بگیری و بری توی مشاهدات مختلف بگی مثلا توزیع کهکشان ها چطوری، توزیع خوشه کهکشان ها چطوریه، توزیع نمیدونم یک چیزای دیگه لایمان آلفا و غیره، و ببینی که این دوتا با هم میخونه یا نمیخونه. و این خلاصه میشه یک روشی از ما که بفهمیم اون اول چه اتفاقی شده. ببخشید غزال، من بعد از تاک نیایش در اینجا و سخنرانی که داشت در اتاوا متوجه شدم که این منحنی خیلی منحنی مهمه، خیلی مهمه. یعنی it's a basic thing. امتحان فاینال حتما میاد. بعد خیلی هم تلاش کردم که بفهمم چیه. و آخرش هم نتونستم. تو که به این قشنگی میتونی همه چیز ساده کنی، میتونی منحنی رو توضیح بدی که چیه، محور افقیش چیه، محور عمودیش چیه، این پیکا چیه. من حالا سعی می‌کنم به زبان بچگانه. اگه که بذاریم خیلی چیز بگم، اگه من اینجا نشسته باشم با چه احتمالی 2 متری من یکی دیگه هست، با چه احتمالی 4 متری من کسی دیگه هست، بس اینو بهش میگیم همبستگی. و اگه که یه مثلا فیزیکی باشه که اینو توضیح بده، مثلا ما حالا خودم گیر ممکن بکنم، ولی این تابع همبستگی همینه، در واقع عمودی همبستگی. بله، یعنی این عملاً داره به شما میگه توان این همبستگی چطوریه بر اساس فاصله. یعنی مثلا چون که توی این حالا ما ریاضی نوشتیم، ولی بعد تبدیلش بکنم بالاش نوشت، زاویه بالاش خوبه. مثلا توی بکنم میشه 1 درجه شما چقدر همبستگی دارین بین 1 درجه نگاه کنی به کیهان. آره، به تابش زمین کیهانی، همین افت و خیزا چقدر همبستگی هست. یعنی اگه من اینو بدونم با چه احتمالی میتونم پیش بینی کنم توی 1 درجه اونورتر مثلا چقدر دما به صورت آماری ممکنه اینجا خیلی اصلا ربطی به این نباشه، ولی با کلا اگه همه رو بیام میانگین بگیرم، همه 1 درجه ها رو ببینم اکثرا توی 1 درجه با هم همبستگی بالایی داره، مثلا بالا میره توانش. بعد توی این مثلا ممیز 4 درجه میفته پایین 14. آره، یعنی که ریزولوشن بیشتر، یعنی چیز شده، این یعنی الان زاویه کوچیک‌تره و هرچی میره جلوتر این زاویه کوچولوتره. حالا همبستگی شروع میکنه به کمتر شدن که اینم با عقل جور در میاد. وقتی دارین زاویه بزرگتر رو میبینین، یعنی مقیاسای بزرگتر رو دارین میبینین، اینا از اون جهان اولیه با هم همبستگیشون رو بیشتر یه جورایی حفظ کردن و یه جورایی هم حالا چرا شکلش این شکلیه اتفاقا رفت داره همون سوپی که گفتن، مثل شما کار موسیقیتون خوبه یه اثر آکوستیکی اتفاق میفته تو اون موقع. اینم شنیدم. آره، یعنی یک چیزی موجی توش میفته و سایز جهان بهت میگه اون طول موجه چیه که توش یه موج آکوستیکی راه افتاده، اونو هارمونیکاش این قله ها رو بهتون میدن
و چیز میکنه برای ولی اینکه کمتر باشه دقیقا به خاطر اینه که مثلا چقدرش ماده اونجا بوده، از چه نوع ماده اونجا بوده، اینا رو سایزشون خلاصه و همه اینا رو حالا ما کنار هم میذاریم تا یک تصویر کلی از گذشته کیهان داشته باشیم که خیلی هاشو من اصلا توضیح ندادم. مثلا ماده تاریک یه مقدارش همینه که همه خیلی دوست داریم بدونیم، هدف این سخنرانی این بود که به اونجا برسیم. این اول چی میشه؟ یه مقدارش یه مقدار بودجه ماده کل جهانه که ما میدونیم نمیبینیمشون و نمیدونیم چی هم هستن، ولی میدونیم از نوع ماده هستن. به نظر مثل ماده رفتار میکنن. مثلا کهکشان ها اینا رو اگه دورشون بریم میبینیم که هر چقدر دورتر میشی پتانسیل گرانشی افت نمیکنه و یه ماده تاریکی اونجا باشه که همچنان گرانش رو زیاد نگه میداره. اینا یک چیزه. یکی دیگه همینه که گفتم انبساط شتابداری که اون یکی از پازل های خیلی عمده اصلی کیهان شناسی هستش و همه اینا خیلی دارن روش کار میکنن. خب من میتونم برم قبلا یا میتونیم یه بریک بگیریم یا اینکه نه میتونم همینجا تمامش بدم. اگه کسی آب میخوادم تازه رسیدیم به تولد کیهان. کامپیوتر گفت بریک میخواد بگیره. دوستان اگر کسی بریک لازم داره بگیره، اینجا خود نوشیدنی و شکر و اینا هست برای نوشیدن. اگه کسی هم دیرشه میخواد کنه. نه با هنوز حرف نشده که ملت تا 7 اینجا تعهد دادن که بمونه. امضا در آقوفله. خب حالا چه اتفاقی اون اول افتاد؟ این قسمت ها رو میگم میبینیم خیلی بهتر میتونیم ببینیم، ولی تنها چیزی که گفتم تا الان اینه که اون شرایط اولیه‌ای که توی این به وجود اومده میدونیم هر شرایط اولیه بوده با ماده هم میخونه و به نظر یه چیزی داشت از یه جا آمده، یه چیزی تولیدشون کرده. شرایط اولیه این افت و خیزا اینا اهمیتشون خیلی مهمه. افت و خیزایی که شما اینجا میبینید چون میگم این در واقع تصویر افت و خیزای گرانشی هستن که خیلی کوچیکن، 1 در میلیون، ولی همین باعث میشه که ماده بیاد کنار هم بیفته تو این پتانسیل‌ها جذب بشه، کهکشان به وجود بیاد. در واقع اینا مثل دونه‌هایی هستن که شما کاشتیم و بعد کهکشان‌های ما از توش در میان. اگه نبود ما هم نبودیم و اینکه این چجوری این دونه‌ها کاشته شدن خلاصه هدف اصلی. حالا برگردیم به همین مسئله سرعت نور چون یه مقدارش همینه. مثلا اولین چیزی که من گفتم ما راجع به این همین سطح آخرین پراکندگی، جایی که آخرین بار فوتونای دفعه شفاف شده به ما رسیده، این بود که وقتی نگاه می‌کردن همین پنزیوس و ویلسون و اینا دیدن که دما همه جا 3 کلوینه. پس این از لحاظ منطقی میخونه که اگه این تابشی که از این ور اومده 3 کلوینه با اون تابشی هم که از اون ور اومده 3 کلوینه، اینا بعد از یه جا اومده باشن. نمیشه مثلا یه خانمی تو چین یه مدل لباس قرمز یه شکل بشه، یکم تو آمریکا، احتمالاً اینا یه ارتباطی با هم داشتن. حالا یا این از اون کپی کرده یا اون، یا دوتاشون رفتن یه جا خریدن بعد رفتن دو تا کشور مختلف. و اینم همینه. اگه من توی تابش زمینی کیهان نگاه میکنم اینا حتما یه اطلاعی بعد از هم با منطق میخونه داشته باشن که همشون دماشون تقریبا 3 کلوینه. خب اگه اینطور باشه من دوباره این محور زمانمه، این تقریبا فاصله است، ولی باز یک کمی تقلب میکنم اینجا میخوام چگالی و خمیدگی و اینا رو با هم بگم. حالا امیدوارم این کارتون خوب باشه. این چگالیه. وقتی که برگردم اگه جهان در حال انبساطه دوباره، پس اگه برگردم به گذشته کوچیک و کوچیک‌تر میشه، پس متراکم‌تر و متراکم‌تر میشه، چگالی میره بالا. وقتی چگالی انرژی و ماده بره بالا یه جایی میشه که ما میدونیم از گرانش نسبیت عام هم دیگه جوابگو نیست، چون که انقدر اثرهای کوانتومی بزرگ میشه که کل تئوری اصلا میپاشه و ما هنوز ما نظریه گرانش کوانتومی خیلی خوبی نداریم، این که خیلی روش کار میکنن و این بهش میگیم زمان پلانک که میتونیم محاسبهش کنیم این کی این اتفاق میفته که خیلی از اون خیلی فاصله زمانی نداره. مثلا فکر کنم 400,000 سال از این عقب‌تر، تو 14 میلیارد سال عملاً هیچیه دیگه همش.
میتونیم حتی ادامه بدیم، یه اتفاق بدتری میفته که من دوباره اسمش گذاشتم مهربان که نباید میذاشتم تپنگی مهربان. و اون اینه که اصلا اگه این کارم نکنیم ادامه بدیم، خود خمیدگی و ماده و اینا همش شروع میکنه به بی‌نهایت شدن و اصلا ریاضیاتمون هم از هم میپاشه. برای یه دونه مرزی اینجا داریم با توجه به ابزارمون که نسبیت عامه، که به این میگیم که خب اگه واقعا حالا یه اتفاق کوانتومی هم اتفاق افتاده شه، اینجا افتاده دیگه، ولی از اینجا تا اونجا رو من میتونم حساب بکنم، بگم چقدر زمان بوده. این یه باز محاسبه ساده است و قابل انجامه. شما حسابش میکنیم، میگم تقریبا 400,000 سال قبل‌تر از اون یکی میشه و میتونم بگم پس از یه نقطه فضا مثلا اگه نوری یا یه اطلاعاتی منتشر شده باشه، چقدر فاصله تونسته بره تا لحظه آخرین پراکندگی اطلاعات، تا چه فاصله میتونسته پخش شده باشه. سوالی که میخوام جواب بدم اینه که آیا راهی وجود داشته که این نقطه قرمز از این نقطه بنفش با هم ارتباط داشتن از زمان این تکینگی یا زمان پلانک یا نه؟ چون بعد همین حساب کردم نور چقدر میتونست از یکی بره تا اون یکی. و این محاسبه رو مردم میکردن توی حدود مثلا 1970 60 اینا و متوجه شدن که این خیلی کوچیک‌تره از زاویه‌ای که کل 360 درجه‌ای که در همه جهت‌ها می‌بینیم. یعنی هیچ راهی وجود نداره که از اینجا به اونجا نور بتونه از این طرف به اون طرف قبلش اطلاعات داشته باشه. این با هم نمیخونه که میگفتن پازل افق. خب حالا گفتن خب کجا ممکنه اشتباه باشه و چند تا پازل دیگه هم بود در این مسئله. یک نظریه اومد که خیلی همه بهش خوششون اومد، کم کم گرفت و اینا، به اسم نظریه تورم. نظریه تورم ایده چیه؟ ایده اینه که شاید این ماده و تابش و اینا که ما میگیم همه چیز نیست، شاید یک انواع دیگه ای از میدان ها و مواد وجود دارن که اینا فشار، چگالی، اینا توشون رفتار متفاوتی داره، شبیه همون ثابت کیهان شناختی تقریبا یه جورایی، که کاری میکنن که با این که شما دارین مثلا منبسط میشه جهان، چگالی بالا نمیره، خمیدگی بالا نمیره. اینجوری یک نوع ماده هست که شما همجوری متراکمش میکنین ولی چگالیش همجوری نگه میدارین. اگه همچین اتفاقی بیفته، خب اینم دیگه بلوآپ نمیشه دیگه، بی‌نهایت نمیشه. شما خیلی زمانتون رو زمان میخرین و میتونین برین خیلی خیلی عقب‌تر، طوری که حالا مثلا نقطه بنفش اگه نور بفرسته اینقدر زمان داشته که به نقطه قرمز هم خبر بده که مثلا بیا با هم دمامون یکی بکنیم، هم بیا نباشیم. و به این میگن نظریه تورم. یه اتفاق، حالا یک کمی هم من بهتون، حالا یک کمی من دارم به سمت تکنیکی شدن حرف زدم، اگر خیلی تکنیکی شد بهم بگین. یه چیز جالبی که اتفاق میفته، این ثابت هابل که حالا من رندوم میارمش، تو معادلات فریدمن توان دومش میشه خود خمینگی فضا زمان. یعنی اگه هر چقدر زیاد بشه خود خمینگی هم بیشتر، انحنا هم بیشتر میشه. و طرف راست هم که همین چگالی و انرژیه. یعنی وقتی شما میرین به زمان قدیم و قبل‌تر، همونطور که گفتم انحنا هم زیاد داره میشه، این ثابت هابل هم زیاد میشه، خمیدگی زیاد میشه، چگالی زیاد میشه. اینا به هم ربط دارن. چرا اینو گفتم؟ و برای اینکه بگم این ماهیت این ماده چه جور ماده‌ای میتونه باشه. خب اگه که این حالا من براتون این یعنی اینکه چطوری در زمان چگالی داره عوض میشه. اگه این جهان منبسط شده باشه، انتظار دارم، این یه معادله‌ای که اینو بهمون میده، بهش میگیم فارسی معادله پیوستگی فکر کنم، که این به شما خیلی چیز شهودی آسانه. همینه، میگه چگالی اگه داشته باشین و باکس رو بزرگ بکنین، در حال انبساط باشین، این باید چگالی بره پایین، چون مثلا اتاق اگه بزرگ بکنم یه دفعه ما تراکم این اتاق میره پایین‌تر. و این ضریبی هم که توش هست همین هابل هست که چون داریم منبسط میشیم این مثبته، یه منفی داره، اینجا چگالیه. ما معمولا وقتی من راجع به ما حرف میزنم، ما فشارمون خیلی مهم نیست، صفر نسبت به چگالیمون تو مقیاس‌های نسبیتی. ولی اگه مثلا تابش داشته باشیم فشارم مهمه، میگه با این متناسبه.
پس برای همین چون انتظار داریم چگالی مثبت باشه، فشار مثبت باشه، انبساط داره مثبت باشه، شما چگالیتون میاد پایین. ولی اگه بخوام یه همچین چیزی داشته باشم که چگالی نیاد پایین وقتی که داریم منبسط میشه، بعد اینو بذارم صفر. اگه بخوام بذارم صفر و منبسطم بشه، تنها راهی که دارم اینه که یک ماهیت ماده‌ای داشته باشم که چگالیش دقیقاً فشارش رو کنسل بکنه. اینکه یه چیزی داشته باشیم با چگالی منفی، انرژی منفی، خیلی خوبی نیست. فشار منفی. نه، چگالی منفی داشته باشیم خوبی نیست. ولی بر همین بهترین گزینه اینه که فشارش منفی باشه. و خلاصه این نظریه تورمه که شما میان یه نظریه، حالا از اساس ریاضیاتی مینویسین، یک میدانی هست که خاصیتش اینه که چگالیش مثبته ولی فشارش منفیه و تقریبا همدیگه رو خنثی میکنن. و این جالبه که خب دقیقاً همون کاری میکنه که از لحاظ انبساطی کاری که میکنه، اینم یه انبساط شتابدار میده. و در واقع اون ثابته کیهان شناختی حد این معادله است. حدیه که این دقیقاً مساوی منفی فشار بشه. میتونی اینجوری نگاه بکنی ثابت کیهان شناختی که یه ماده‌ایه که چگالیش ثابته، فشارش دقیقاً منفی چگالیشه و برای همین وقت با هم جمع می‌کنی صفر میشه و اونم به ما انبساط شتاب. فشار منفی یه چیزی مثل مکش مثلا چجوری میشه فشار منفی توی فیزیک ایجاد کرد؟ وقتی که داریم منبسطش می‌کنیم و یه جوری بکشتش بیشتر از اینکه سعی کنین استاپش کنین، فکر کنم نه سیادت هم خیلی خوبه. خب و آره این باعث میشه که در واقع انبساط که این A هستش به صورت نمایی شروع کنه منبسط شدن که یه چیز عجیبه خوب جالبی اول جهان. و میگم همونطور گفتم شبیه اتفاقی که الان داره میفته. الان انبساط تقریبا داره سریع خیلی شدید میشه. خب دیگه چی؟ ببخشید مادام رد میشه یه سوال از این موضوع من یه سوال می‌پرسم. گفتیم که اگر با همین روش ساده تورم ببخشید چگالی به عقب فقط 400,000 سال قبل رو ما میتونیم از با روش انتقال نور دیتا میتونه منتقل بشه. حالا آیا یک جرمی که حالا یه ستاره کهکشانی فاصله‌اش بیشتر از 400,000 سال نوری باشه از زمان آخرین پراکندگی، یعنی که تا از الان تا اون آخر در اون دسته‌ای که فوتون‌ها از اون سوپ جدا شدن خودش 14 میلیارد ساله. یعنی ستاره ها همه بین ما اون 14 میلیارد سال اتفاق افتاده. ولی قبل‌ترش 400,000. نه حالا تو قسمت مشهود فعلی بیشتر از 400,000 سال نوری هنوز قابل دیدن هست ولی نور اون موقع میتونه برسه به ما به هر ناظری درست. از اون موقع تا الان. چون که من برم همون تصویر اینجا. این تیکه من میگم حدود 400,000. ولی ما اینجاییم. از اینجا تا اینجا تقریباً به سال هم نوشته برای من 300,000. اما حدود 14 بیلیون ساله. این تیکش خیلی کوچیکه با اینکه تو شکل و این هم جالبه ولی تو ذهن ماها مثلا ماها تو کیهان شناسی میگن اینجا اول جهان، مثلا برای من عجیبه، برای من اول جهان خیلی دوره ولی از اینجا تا اونجا اگه سالی بگیری در کل این مقیاس چیزی نیستش. چون مثلا عمر چیز راه شیری تقریبا بکنم 10 بیلیون ساله یا عمر زمین مثلا 5 میلیارد ساله. اینا خیلی زیاده ولی خب بیشتر اتفاقا اینا اینجا افتاده ولی ما اون اولو خیلی دوست. خب حالا یکم برای اینکه بدونین که در طول روز ما با چه چیزایی کار میکنیم یکم براتون ابزار ریاضی هم بذاریم. مثلا کاری که میکنیم همین ماده‌ای که گفتم یه همچین رابطه‌ای داره، اینو به عنوان یه چیزی مثل یک میدان اسکالر مثلا میتونیم بنویسیم. ساده ترین روشش اینه که یه میدانیه، یه انرژی جنبشی داره، یه انرژی پتانسیل داره. شما اینو می‌نویسید، معادلات حرکتشو در میارید و توی حالتهای خاصی این شبیه همون سیاری میشه که من گفتم که فشاری داره و یه چگالی داره و اون رفتار رو میکنه. میذاریم تو معادلات انیشتین
تو مرحله اول همون چیزی رو که میخوایم بهتون میده، یه انبساط شتابدار که اون مسئله افق حل میکنه. ولی یه چیزی که مثلا بونوس هست توش در میاد از این نظریه که خیلی بیشتر جذابش میکنه، این برمیگرده به همون نمودار معروف که من گفتم خب ما میخوایم بدونیم واقعا این دانه‌های اولیه جهان چجوری به وجود اومده. زمانی که من آخرای نزدیک پی اچ دی بود، هنوز تورم یه رقیب دیگه‌ای داشت، بهش میگفتن نظریه ریسمان‌های کیهانی، که اونم میگفتن شاید توسط اون دانه‌ها به وجود اومده. اون یه روش دیگه‌ای پیدا می‌کرد که ولی اون نمودار به وجود نمیاد، اون شکل نمودار و یه شکل دیگه می‌بود. ولی این نظریه اگه بعد از مرحله همگنی اون اختلالات رو روش بذاری و حساب بکنی، یه روشی هست که بگی اون لحظه های اول این اختلالات توی حالت خلای کوانتومی بودن و اینا به خاطر خلای کوانتومی یه سری نوسان داشتن و از اون استفاده بکنی با توجه به اینکه جهان داره به صورت شتابدار نمایی منبسط میشه، اینا رو حساب بکنی و دقیقاً یه پیش بینی بکنی که شرایط اولیه این نوسان ها چطور بوده. خب این خیلی جالبه چون دقیقاً رفتاری که اون موقع انتظار داریم، انبساط شتابدار رو به ما میده، رفتاریه که با اینا میخونه. یعنی وقتی من اون نمودارها رو میکشم، در واقع اینا به من میگن پارامترایی که تو تئوری میگذاشتن چه شکلی بوده، که این یکی از موفقیت های این نظریه تورمه که خیلی و همین خیلی پاپولاره و خیلی دوستش دارن. ولی خب یه نظریه تورم نیست، هزار راه داره که اینو بنویسیم. چون مثلا انرژی پتانسیل داره، شما این پتانسیل رو میتونیم به شکل‌های مختلف بنویسیم. ممکنه با فیلد به توان 2 توان مختلف، شکل‌های مختلف بستگی داشته باشه و بعد وقتی که همون نمودار رو میکشی بر اساس اینکه اون توان اون نوسان‌ها چجوری هستش، این بهتون یه پیش‌بینی‌های یک کمی از هم متفاوت میده. مثلا حالا من نمیخوام خیلی تکنیکی اینجا بگم، ولی این چیزی که اینجا میبینی، این محور اینجا داره میگه که مثلا اگه که این نوسان‌ها کاملا به مقیاس بستگی نداشته باشن، باید اینجا باشه، اون نموداری که من کشیدم یک باشه. ولی چون دقیقاً ناهموار نیستن تو مقیاس، بر اساس اینکه کدوم منظری یک کم متفاوته، مثلا اگه تو بریم توی مقیاس‌های بزرگتر، یک کم دامنه میره بالاتر، برای همین یک کم از یک کمتر، یعنی که کمی بهش میگیم قرمزتره چون میره بالاتر. ولی هر کدوم از اینا رو بذارم یه پیش بینی میده، مثلا این مال این یکی مدل تورمه، این یکی مال این مدل تورم طبیعیه و خلاصه مدل‌های مختلف. ولی حالا دیتا کجاست؟ دیتا این بیزیاست مثلا. برای کدوم یکی از این مدل‌ها کار نمی‌کنه، کدوم یکی ها با هم همخوانی. وقتی میگی نوسان دقیقاً منظور چیه؟ منظورم همون قله‌های آکوستیکی بود که نشونتون دادم. ولی بعضی موقع منظورم اون افت و خیزهاییه که روی فضا زمان به وجود اومده، اون لحظه‌های اول خمیدگی جهان که در واقع این تصویر بهتری شد. که اونا بر اثر جرم باید ایجاد شده باشه یا انرژی. دقیقاً هر دوتا درسته. ولی در این اتفاق حالا شاید بهتر اینجوری بگم، تصویر اینه که این شرایط اولیه افت و خیزایی که تو خمیدگی به وجود اومده، که حالا من اثرش رو روی تابش نظم کیهانی میبینم، برای توضیح ماده میبینم، امروز ساختارهای کیهانی، اول هیچ کدوم از اینا نبوده، این دوره تورم بوده. بنابراین افت و خیزهای توی اون میدان بوده که به این ربط داشته، اینو در واقع روشن کرده، بعد اون دوره خاموش شده، دانه ها رو به وجود آوردن و این دانه ها شدن چیزی که باعث شده که هم من حالا اثرش رو این ببینم و هم کهکشان ها از توش بیان بیرون و بقیه خلاصه. حالا میگم من میتونم همینجور ادامه بدم، به من ببین که کجا دیگه میتونم فکر کنم تا نفس داری ادامه بدیم. یه تعبیر میشه چقدر ببینید من میخواستم این ماجرای تورم رو تموم کنم، ولی راجع به یکی از گزینه‌های که خودم روش کار میکنم و جایگزینش هم هستش که حرف بزنم.
ولی میتونم فقط این مبحث تورم تموم کنم و بگم که چه مشکلاتی هست و چرا ما باید حالا فقط هم به این چیز هم باشیم. بعد یکی هم هست رفتی کتاب نوشته واسه همه این نظریه های جایگزین. باز برگردیم به همین نمودار معروف. این الان موفقیت این بر اساس همین داده های پلانک، ماهواره پلانک. فقط همبستگی بین خود این افت و خیزهای دما تو تابش زمینه کیهانی هم نیست که اندازه گیری میکنیم. حتی این فوتونا پولارایزیشن دارن. اون پولارایزیشن ها برای ما دیتا دارن. همبستگی پولارایزیشن ها و این کدوم در چه صورتی، خطی، غیر خطی، اینا گردش، اینا رو همه رو اندازه گیری میکنن و جمع این داده ها به ما یک حجم خیلی خوبی از اطلاعاتی که میده اینجا. مثلا همین داده چیزی که گفتیم میگه هابل چقدره، اگه بر اساس مثلا فقط همبستگی دمای تابش کیهانی بگیریم این بهترین تخمینش 66.88 کیلومتر پر سکند پر مگاپارسه. اگه پولاریزیشنشون رو در نظر بگیریم 69.99 اینه خطاشه. اگه دو نوع متفاوت اگه دما و پولارایزیشن همبستگیشو بگیریم و همینطور خیلی نزدیکن. خیلی مهندسای اینا رو یکی میگیرن. ولی مشکل حالا چیه؟ مشکل اینه که همون داده‌ای که بهتون گفتم اول اختراع اونا هم اینو اندازه میگیرن و اونا با اینا فعلا دعوا دارن. اونا میگن 74 مثلا اینا میگن 68 و این الان یکی از موضوعات داغه که همه میگن این تنشو باید چجوری حل کنیم. یه چیزی رو ما اشتباه کردیم مثلا حتما اشتباه شده. ولی خلاصه پارامترهای مختلف رو اندازه میگیریم. چقدر ماده تاریک داریم، مثلا چقدر از بودجه کل انرژی جهان ماده تاریکه که این مثلا گفته 0.1، چقدرش ماده بارونی که میدونیم همین ذراتی که میشناسیم که 0.02. یعنی ببینید اولا چقدر ما نداریم، کم داریم که این کم داشتن این کل ماده 0.3 ماده است که از این 0.3 ماده هم 90% تاریکه که نمیبینیم، 70% دیگه همون انرژی تاریک اون چیزیه که باعث انبساط جهان شتابدار شده که اونم نمیدونیم. یعنی هنوز خیلی چیزا هست که نمیدونیم. خب من اینجا سعی میکنم این دیگه آخرین اسلایدم باشه، اینجا تمام میکنم. مشکل چیه حالا اینجا؟ این نظریه خیلی نظریه موفقیه، خیلی خوبه، خیلی هم بهش اعتقاد دارن، ایمان دارن، هنوز ولی هیچ نوبلی نگرفته به خاطر اینکه اثبات کردنش خیلی سخته. همونطور که گفتم 1000 نوع میتونی شما این هر داده‌ای ببینی یک کمی برآورش بکنین میتونه با داده بخونه. هنوز یه روشی که مطمئن بشیم که حتما این واقعا تورم بوده یا نه نداریم. و داستان جالب باز تاریخی هستش که تاریخی که مثلا فکر کنم در 12 سال پیش یه چیز دیگه‌ای که تورم پیش بینی میکنه اینم سناریوهای تورم هم میتونن امواج گرانشی تولید کنن. منتها امواج گرانشی که از اون موقع میان تا به ما برسن دیگه مثل اون سیاه‌چاله ها این هستن که خیلی قدرت داشتن، خیلی ضعیف شدن. برای همین مشاهده کردن اونا خیلی سخته. ولی یه آزمایشی گفتش که آره ما اینو دیدیم و دیگه همه جشن گرفتن. دوتا از کسانی که نظریه تورم رو داده بودن دیگه یکیشون MIT یکیشون استنفورد، اینا همه گفتن خب الان دیگه نوبل رو به اینا میدن. اون یکی رفت در خونش از کسایی که تو آزمایش اسمش بایسه بود شمپین دور در خونش و جشن و اینا. بعد یه عده گفتن صبر کنید حالا من همه چیزا رو صبر کنید یکم بیشتر دقت کنید چک کنید و اینا. معلوم شد اثر گرد و غبارای توی کهکشان روی این سیگنال رو یکم این چیز کرد و اینا درست محاسبه نکرد. خلاصه مشکل اصلی اینه که هیچ راهی داریم که ثابتش کنیم یا باطلش کنیم. بعد اینکه من حالا از توی جیبم گفتم یه چیزی من میتونم بنویسم به صورت ریاضیاتی که این کارو بکنه، ولی ما از کجا بدونیم واقعا وجود داره یه همچین ماده‌ای؟ تو آزمایشگاه ها به وجود آوردنش و تست کردنش مثل نوترون و پروتون و چی میگم الکترون و اینا نیست که بریم این راحتی بکنیم. این چی از کجا آمده؟ این خودش هنوز یه مبحثی که نمیدونیم. یه مشکل دیگه‌اش اینه که
که باز یکم تکنیکیه، اینه که تورم وقتی شروع بشه، چون همه جای جهان به شکل نمایی داره بزرگ میشه، بیشتر جهان تموم نمیشه و این وارد بحث فلسفی میشه که خب اگه این چه توصیفیه که تو مثلا یه فضای خیلی بی‌نهایتی که داری که همشون توی تورمن و ما دقیقاً افتادیم یه جایی که این تورم تمام شده که بتونه اتفاقات بعدی بیفته که توش مثلا جهان ما به وجود بیاد و ما بریم اندازه‌گیری کنیم و بفهمیم که ممکنه تورمی باشه و این چیز اساس فلسفی معقولی هستش، چون که مثلا مثل این میمونه که خب مثلا همین یک کره زمین داریم که دقیقاً افتاده اینجا و روش زندگی به وجود چقدر احتمال این چقدر حساب کردن این احتمال هم خیلی، این یکی از چیزایی که مردم بهش ایراد میگیرن، یعنی از بین همه اینا ما خیلی عجیب به نظر مثل یکی بوده که اینطور شده. و مهمترینش اینه که اگه حتی اینو بذاریم اون مسئله که من گفتم که ریاضیات میشکنه و اینا، اونو اصلا حل نکردم، فقط بردمش عقب‌تر. من گفتم که خیلی خوب حالا نور با هم میرسه، همه به هم اطلاعات میدن، ولی که اون اول چی شده اصلا جواب ندادم و اون که یه جایی هست که معادلات ریاضی میشکنه و بی نهایت میشه، این اصلا گذاشتم فعلا اون پشت و اون هم خلاصه مسئله اینه که تورم به اون جوابی نمیده. و دیگه فقط من یه چیزی میکنم که آیا جایگزینی وجود داره، وارد مبحثش نمیشم چون ایشالا یه بار دیگه سخنرانی دیگه خیلی جایگزینایی هست که مردم روش کار میکنه و همه اونا خیلی جالب هستن، مثل من و دانشجوها و پست‌دکترا برای پریمیتر. فقط فکر کنم این تبلیغ میکنم از یک کاری که 2023 کرده بودیم که دقیقاً همین سوالو کردیم که آیا اگه تورم داشته باشیم ما هیچ جوری به تکینگی رو حل میکنیم یا اینکه بازم ما بعد آخرش یه مسئله جایگزین یه نظریه دیگه داشته باشیم که قبلش رو توضیح بده و به این جواب میدادیم که نه، تورم واقعا جواب تکینگی نیستش و دیگه تو مقاله بحث کنیم. خب من با توجه به این اول میرم روی اسلاید نتیجه گیریم، اینکه آخرش ما از کجا بفهمیم که دقیقاً چه اتفاقی افتاده تو این علم کیهان شناسی. یه جور باستان شناسیه، هر دفعه هر دهه ولی علم نوینی هم هست نسبتاً، گفتم از به وجود من نسبیت عام شاید به وجود ولی این نوع کیهان شناسی نوین، البته که مثلا از اول تاریخ مردم فکر می‌کردن تو آسمون 7 آسمون داریم چطور به پیش در، ولی خیلی پیش رفتیم از اون موقع به اونجا، ولی هر چقدر که پیش میریم خب تصویر واضح‌تر میشه، مشاهدات خیلی هیجان انگیزی بیشتر اضافه میشه، ابزار ریاضیاتمون دقیق‌تر میشه و خلاصه این راه ادامه داره. وقتی حساب بیان قصدتون دوستان 8 دقیقه وقت داریم برای سوال پرسیدن تا 7. آره یه سوال تکراری می‌خوام بپرسم. دلیلش بود که اینقدر موضوع پیچیده بود، دفعه پیشم پرسیدم موقع صحبت شده ولی متوجه نشدم. اینکه فکر می‌کنم این محققات دنبال مرز می‌گردن و هنوز شاهد پیدا نکردن. ما اگر به طور هندسی الان فضا و حالا تمام دیگه بزنیم به طور هندسی آیا میتونیم فرض کنیم اون لحظه اولیه یک نقطه کوچکی، یک جایی که از نظر هندسی ابعاد کوچیکی داشته اونجا آغاز حالا همین داستانا بوده و بعد بزرگ شده؟ اگر این فرض رو بپذیریم، اول این سوال درست اصلا این فرض درسته یا نه؟ من درست فهمیدم؟ من مخصوصا این تصویری که گذاشته بودم و سعی کردم به خاطر اگه متوجه سوالتون شده باشم برای این گذاشتم که ببینین وقتی که ما یه مقداری از جهان مشاهده میکنیم و من میتونم که بگم که خب اگه این مقداری که مشاهده میکنیم یه تیکش رو برگردونم، اینو میتونم برگردونم ببرم به یه نقطه برسه، ولی اینکه کل این تصویر
شما خب آره همه جای این داره کوچیک و کوچیک‌تر میشه و یه چیزی میشه، ولی اینکه اون هندسه کل این تصویر چیه اون یه مسئله پیچیده‌تریه، چون ممکنه که این بی‌نهایته، برای همین شما هر چقدر اینا رو هم کوچیک کنید اونا رو هم کوچیک کنید بازم بی‌نهایته. ولی ممکنه که مثلا سطح روی کره باشه، وقتی همش کوچیک بشه کل اون سطح هم بره به سمت یه چیز کوچیک. یعنی احتمالاً من تصور اشتباهی داشتم، من فکر می‌کردم یک نقطه کوچیک مثلا یک توپ کوچیکی بعدش شده این همه یکم. این همین تصور. نه این سوال خیلی خوبیه برای اینکه اینم تست می‌کنیم. این چیزی که ما الان می‌دونیم اینه که این تقریباً به نظر خیلی خمیده. این چیزی که الان می‌بینیم انحناش صفر از نظر فضایی. بنابراین مثل همین صفحه‌ای که مثل اینکه بی‌نهایت باشه، برای همین اگه من هر تیکشم صفر کنم بالاخره بی‌نهایت میمونه، چون یه جایی میشکنه ریاضیاتم ولی کلش عوض نمیشه، همینجوری از اطراف میاد. ولی ممکنه که نباشه با دقتی که ما و ربط داره دقیقاً به همین که الان انحناش چقدره. چون اگه من روی کره باشم ولی مثل کره زمین، من الان فکر میکنم اینجا صفره، فکر میکنم رو همون صفحه هم کما اینکه انسان‌ها هزاران سال خیلیشون فکر میکنن زمین صافه و متوجه نمیشدن تا عرش میدوزن که شعاع اندازه گرفت، ولی تا بعد خیلی بیشتر. و الان تا تخمینایی که داریم مثلا بهش ما پارامتری داریم به اسم اومگای کی که میگه دقیقاً انحنا چیه. فکر میکنیم که بین کمتر از 0.02 حالا 0 یا 0.02 مثلا این خودش تا با یه خطایی، ولی خب اینم اندازه گیری میکنه. اگه یه کار دیگه ای که میکنن که همین یکی از دوستان ما که اونم ایرانی بود و خیلی هم رشته‌اش این بودیم که فرض کنید اگه من روی همین کره بودم واقعا جهان بسته بود یعنی خمیدگی داشت، خب این اتفاق میافتاد وقتی میرفتیم به سمت گذشته میشد همون یه نقطه همش از یه جا میومد به جای این صفحه و اون موقع یه پترنایی روی تابش کیهانی پیدا میشد، به خاطر اینکه تابش کیهانی که مثلا از یه جا رفته بود دور زده بود دوره برگشته بود و اون چیزهایی که من نشون میدادم همون چیز حالا خیلی اگه به صورت خیلی دقیق نگیریم ولی میشه عکسش اینجا کاری که میکنن این که دنبالن پترنا رو این میگردن که مثلا احتمالا یه همبستگی‌هایی مثل دایره ممکنه به وجود بیاد روی این. اگه جهان بسته بود و اینقدر شعاعش بود که فوتون تونسته باشه یه دور بره و برگرده مثلا دوباره برسه. یعنی نمیشه کامل رد کرد ولی تا الان شاهد این شکلی حتی به نظر میاد که آره بسته نیستش و به نظر میاد که تخته کاملا. برای همین اگه این همینجوری بگیریم به نظر میاد هر چقدر کوچیک بشه بازم بی‌نهایت. موقعی که نیایش ارائه میکرد یکی از دوستان گفت که شما زن شوهر هم دارن یه اختلافی در یه سری نظریات آغاز کیهان داریم، میشه خیلی خلاصه بگی که اختلاف نظر شما رو سر چیه؟ نه خیلی آره ما راه که داشتیم میومدیم نیایش داشت میگفتش که خیلی همیشه هر روز یه اختلافه یکی دو سال داشت میگفتش که با یه همکار دیگه ای که تو کار آزمایش هست و همین دیتا رو آنالیز میکنن داریم یه پیپر مینویسیم. گفتم چی رو تست میکنیم؟ گفت مثلا اون یکی نظریه رو و من داشتم میگفتم که خب حالا تو چرا آخه یه کاری میکنی که فقط دیتا رو آنالیز کنی که برای اون نظریه خاص باشه، احتمال که اون نظریه خاص درست باشه خیلی ممکنه زیاد نباشه، یه جوری دیتا رو آنالیز کنین که واقعا یه دسته بزرگی از نظریه و یه کمی چیزه. من فکر کنم نیایش معمولا از من اختلافی که داریم اینه که نه خیلی کانزرواتیوی نمیدونم خیلی به این راحتی قبول نمی‌کنم، میگم مثلا خیلی نظریات انقلابی رو خیلی با احتیاط تر میگم حالا اینش عوض کنیم 50 بار محاسبه کنیم خیالم راحت بشه بعد یه قدم نیایش کمی چیزتر آره دیگه صورت نور خیال خیلی لیبرال هست. وقتی که به محصل سرودن رفتن
خلاصه شما 2 دقیقه وقت دارید. دانشمند کیهانشناس بودن چه احساسی داره؟ نمیدونم. من اینم سوال خیلی خوبیه. من وقتی که وارد دوره لیسانس شدم خیلی مطمئن بودم که میخوام برم کار آزمایشگاهی بکنم. یه دلیلش همین بود که انقدر تو ایران همه اینجوری بودن که ما میخوایم انیشتین بشیم. من دوست داشتم که من میرم یه چیز دیگه بشم، نمیخوام به شما انیشتین بشم یه چیز. بعد یه کتابی میخوام، یه درسی داشتیم توی دوره لیسانس که من از هر بخشی از فیزیک مثلا یه فصلی داشتم، ما اینا رو میخونیم. انقدر اون تیکه‌ای که راجع به همین با هاکینگ بود اون مقاله، اون تیکه راجع به آغاز جهان و فضا زمان بود، به نظرم جالب. من یه دفعه گفتم یا دیگه چیکار کنم، دوست دارم این مسئله برام جالب و من دوست. و خب خیلی هم لذت بخش خوبه. به نظرم میاد که کنجکاوی آدم دوست دارم، من ابزارش رو دوست دارم، آدم باید به خودش هم صادق باشه. این موقع هستش که من احتمالاً دوست داشتم مثلا دکتر اورژانس هم باشم، به مردم کمک کنم، ولی همون روز اول همونجا اصلا حالا بد میشد، مثلا خونه هیچ کاری نمی‌کردم. یعنی که بعد از کارش هم لذت بردم. ولی یه چیزی که همیشه به دانشجوها میگم، بخاطر اینکه خب رشته خیلی خاصی است و تکنیکی هست و واقعاً اگه میان توش برای پولش نباید بیان، واقعاً باید دوست داشته باشین. و باز توصیه من همیشه اینه که اولا ازش لذت ببرین، دوستش داشته باشیم. دوم اینه که اون چیزی که فکر کنم خیلی من دوست دارم اون حس مسئله حل کردنه. یعنی شاید اگه برگردم و برم همون آزمایشگرم بشم و اونجا هم در حال مسئله حل احساس بکنم همیشه چالش هست، دارم خودم یه مسئله حل میکنم، فکر کنم هم لذت ببرم شاید. خب دوستان به افتخارشون دست میزنید. تا قبل از اینکه بریم بشینید که یه دونه عکس دستی جمعی بگیم، بشین اینجا غذا